شخص پرست باشیم. ما باید علم پرست و نظام پرست باشیم. نظام میماند شخص میرود و برادرانی که شما را برای روشنایی دعوت میکنند و شما را با علم و درخشیدن آینده وطن، آینده سرزمین، آینده فرزندان رو دعوت میکنند، باید گوش داد رفت. اون بوز باید اون قدر قوی دیگر پرده پیش چشم میآید و در چهره یک برادر و یک مخالف دشمن رو ببینید. دشمن در تاجیکستان است، دور نباید آدم برود، در مقابل اون باید برنامه کار بزن. و علیکم سلام. خوش آمده برادر عزیز در برنامه. زنده و سلامت باشین برادر. خوب هستین؟ تنسیت هستین؟ تشکر. زنده و سلامت. واقعا شما چیزی را که در اینجا بیان کردین یک درد تمام ملت مردم تاجیکستان است که این رژیمی که موجود است متاسفانه هیچ آزادی به مردم نمیتید و همین آزادیایی که موجود است همینا رو از هم میگیرند و وابسته به همه امنیت دوز از مخالفا امروز باز هم اعتماد باوری دارند که میشود به رحمانوف یگان نقشه و یگان برنامه گفتگو را آماده ساخت و با او رفت نشست و صحبت کرد و میشود یک تاجیکستانی با رحمانوف داشت، چیزی که تقریبا 99 و 100% که هیچ امکانش وجود نداره که با حکومت دیکتاتوری یعنی با خود امام علی رحمانوف صحبت کرد. من نمیگم که حالا دیگه شاخه‌های حاکمیت، اگر که ما نگاه کنیم به این یک هفته آخر که یک مادر که فرزندی مثلا 8 ماهه دارد و فرزند شیرخوار است او به 8 سال زندان میکنند و اگر که ما بگیم که خب رحمانوف دیده است و با دیگه شاخه حاکمیت میشود صحبت کرد، با کدام شاخه حاکمیت میشود صحبت کرد وقتی فرزندی که مثلا 8 ماهه است مادر زندان میشود و او بدون شیخری میماند و بدون مثلا همون کسی که او را شب خوابش قرار میگیره میشود اعتماد کرد که در این حکومت یگان وجدان بیدار موجود است. کدام وجدان وجود داره که وقتی که مادر میرود زندان میشه فرزند 8 ماهه داشته باشد؟ پس بچه این حکومت گفتگو کردن امکان داره، نقشه را پیشنهاد کردن وجود داره که یک نفری هست دیلش با این ملت با این وطن حکومت امروزه و با او میشه گفتگو کرد. اینا مگه غیر رحمانوف؟ اگر کسی دیگر موجود میبود امروز حد امکان راه همین نقاط همین چیز را میگرفت که همین مادر فرزند 8 ساله را مادرش زندان نمیشید. یا اینکه نمونه دیگر شاکر جان حکیم پروفسور، یه انسان میدونه که در دیگر کشورها برای اینها چقدر مبلغ میتین که اینها سرمایه گذار مثلا در مالزیا به خاطر جلب کردن دانشجویان خارجی که سرمایه گذاری بیشتر شود رفتن از امریکا از انگلیس از کشورهای اروپایی برای یک معلم $10,000 پیشنهاد کردن که شما بیایید ما برای شما $10,000 معاش میتیم در دانشگاه ما درس بدید تا اینه که ما بتونیم سرمایه خارجی را جلب کنیم دیگه دانشگاه‌های ما نفوذ پیدا کنن در عرصه بین المللی خارجی بیاد در اینجا تحصیل کنن. پروفسور ما که میتونه چونین کتابای بقوت و درس بتیه مردم علم بتیه میروند 27 سال زندانش میکنن. پس با کدام وجدانی بیدار میشود گفتگو کرد؟ با کی میشود صحبت کرد؟ نمیشود با اعتماد باور کرد با چونین اشخاصی که هیچ وجدان انسان و بیداری و خودآگاهی ملی ندارد. نه از خدا میترسن، نه از ملت میترسن، نه از کسی. به هیچ کس هم باور اعتماد اینها ندارد و باورم نمیکنن، نه به ما، نه به شما، نه به ملت، نه به اسلام، نه به مثلا همون عقیده و همون دموکراسی، به هر چیزی، به هیچ چیز اینا اعتقاد و باوری ندارد. هدف اینا فقط رضایت این ملت، کشتن این ملت، زندان کردن این ملت، نابود کردن این ملت. وگرنه از سال 1990 تا این جانب اینا یک بهبودی بگه که در تاجیکستان اومده است که ملت نفس خشک کشیدگی است. برق مگر دادن؟ با آب نوشیدنی مردم تامین کردن که آب نوشیدنی بهترش در تاجیکستان است. تامین کردن؟ نکردن. با چی چیز یک چیز بگه که با جای کار مردم تامین کردن، معاش مردم در اون حد رساندن که مردم کلی بازنشستگان پنسیه را بالا بردن مگر که یک موسفید ما بتوانه امروز حد امکان از روسیه از فرزنداش نطلبه با پلی بازنشستش بخره. بله.
یک نمونه شب بیاره که مثلا این همین گونه این همین سوره همین پیش برده است. خب یک ساحه‌ش میشه و گفت که پیش برده است. ساحه جهالت، ساحه بدمعاشی، ساحه فاحشه‌گرایی و این ساحه پیشرفت کرده است. دیسکوتک در تاجیکستان به اوجش مثلا تعدادش گم شده است. فاحشه‌گرایی امروز دوشنبه دبی دوم به شما رفته می شود. فاحشه‌های امروزه دخترای تاجیک در مالزیا و در دبی در فلان جا فروخته میشن. در این جهت ما پیشرفت کردیم. امروز ملاگران و بلاگران امروز در جهان فاحشه را تبلیغ میکنن هر روز. این نمیشود گفت که پیشرفت کردیم. ولی ساحه دیگری را شما پیشنهاد کنید که امروز در حکومت دیکتاتور امام رحمان ما پیشرفت کردیم. بله. دروغگویی، نوباوری، از بین بردن همه اعتماد مردم، این چیز پیشرفت کرده که ما در جامعه تاجیکستان. از همین دیدگاه باید ما بهتر و خوبتر باید کوشش کنیم و تلاش کنیم که ملت از همین ظلم و از همین ستم نجات بدهیم. ملت کی نجات میده؟ خودش. همطور پروردگارم در سوره رعد در آیه 11 همه فرمه که من حالت هیچ قومی را تغییر نمیدم تا زمانی که این ملت خودش حالتش تغییر نده. حالت ما را کی تغییر میده؟ ما منتظر شیم که امریکا میاد ما را نجات میده. امریکا هر روز میلیارد دلار به تاجیکستان کمک کرده است. ما منتظر باشیم که چین میاد به ما کمک میکنه. امروز با چین با تاجیکستان چقدر قرض میده، چقدر کمک میکنه، چقدر معدن‌های تاجیکستان امروز همین چین دارد دزدی میکنه میبره توسط همین حکومت. ما به روسیه میتونیم اعتماد کنیم؟ روسیه که امروز هزارها فرزند ما در اونجا به قتل میرسن چون یک حکومتی نجسی زیر دست چی قرار داره هر چی که روسیه بگه انجام میده. یک نمونه مثال شبیه بگه که با کی میشه و کار کرد. پس منتظر اعتماد هیچ کشوری نباید بود. باید از این سر خود کار برد و از نیروی بازوی قوی خود اعتماد کرد و گشت رفت تاجیکستان آزاد کرد. اگر ما منتظر اون باشیم که امریکا ما را کمک میکنه، توف به ما، توف به همین سیاست مداری ما، توف به مسلمانی و تاجیکیت ما. اگر بازم بر روسیه اعتماد کردیم از این بدترش و به چین هم باور کردیم از این بدترش. هیچ کس نمیاد برای مربوطه آزادی بتیه. آزادی را ملت به خودش میاره میتیه. در سوریه چی اتفاقی افتاد؟ سوریه تا زمانی که این مجاهدا خودشو نخستن نرفتن این همین ظلم از بین نبردن، هیچ کسی ناومد اینا رو کمک نکرد. در لیست بدترین و ظلمترین تروریستی در امریکا همین انسان قرار داشت و در روسیه و دیگر کشورها، در ایران و در هر کشور دیگری. امروز همه کشور میره قدش ملاقات میکنه. چرا؟ چون با بازوی قوی سوریگی و ایمان کامل به خدا و به رسول رفتن این کار کردن، این کار کردن، انقلاب کردن، سوریه رو آزاد کردن. و اگر ما بازوی خودمون آزاد نکنیم و نیروی خودمون اعتماد باوری نکنیم، نخیزیم، هیچ کس برای ما و شما نجات نمیده. هیچ کس ما و شما را نجات نمیده در آینده تاجیکستان. یگان نفر مطمئن باشید که هیچ نفری برای ما و شما آزادی را نمیاره. و اگر هر کسی را اومد، چی امریکا باشه، چی روسیه باشه، چی چین باشه، چی ایران باشه، هر کسی دیگه ای اومد برای من تو آزادی آورد، او ذلت است، او آزادی نیست. همون آزادی را برای ما و تو میارن دیگه. این نیستی همینه که امروز ما زیر دست روسیه ایم. به بالاتر از این نمیارن. یک چوبچه دیگه میاره در سر قدرت میشنه، بدتر از رحمان و فیدوره میکنه. بله. پس باید ملت این چیزا رو تحلیل کنه، بررسی کنه، با موضوعی. تو کی ما باید منتظر باشیم که یک کس دیگه میاد ما را نجات میده؟ امروز ما از یک دیگر میترسیم. در این ساحه سیاست ما امروز با خودمون در دیگه منتظرن که کی یک کس بین دو مخالف جنگ میشوه، یک کس نسبت یا مخالف دیگه گپ میزنه، من برم افیر او را گوش کنم. همه قدر عقلش نمیرسه که امروز حکمت دشمنان امین ملت اومدین در مابین امین مخالفا با لباس دوست یا با دیگر جنگ میدوزه. میبره در لیشکه من میگه که فلانی نسبت در فلان جا فلان گپ زد، برا فلان گپ بگو. میگم تو عقل داری، تو تمیز داری؟ او به عقل شد، من به عقل نمیشم. من هیچ وقت در مقابل یک مخالف حرف نمیزنم. یک روز دوران جنگ شهروندی را انتقاد کردم، برادران حضرتی بود اومدن گفتن همینجا به ما ضرر میرسه، تو من قربان شما میشم. این همین روز این همینجا برای شما خفه شد، این همین حاج خیچی میبرم میپرتم میره. نه خو حرف من کردم برادر مبارز که امروز پدرش در گذشته در نهضت کار کرده است، امروز فرزند ای را برنجونه، فرزند ای در گذشته گناهکار نیست. پس اتحادی و سرجمعی ما دست ماست. اگر ما این نیرو را جمع کنیم
مطمئن باشه که آینده تاجیکستان آزاد میشود. نباید به این توطئه‌های دشمن داده شد. ما امروز امید باوری را از خودمون دور کردیم. امروز تاجیک مخالف حتی باوری اعتماد نداره به انقلاب. بله منتظر شیشته است که یک امریکا، یک اروپا، یک کشور دیگر بیاید برای من انقلاب کنه، بعد من بگم که السلام علیکم و رحمت الله، من فلان نفرم در فلان جا بودم، این کاری من. برادر این بدبختی است، این رذالت است. نخواهیم ما اونقدر ضعیف باشیم که یک خانواده را نتونیم چپک کنیم. به خدا ای بچه شما همین اویله بشر اسد چقدر در قدرت بود؟ تا 50 سال در یه هفته سردرگمش کردن. در یه هفته ما یک خانواده رحمان فکر میکنیم نابود کردن نمیتونیم، در حالی که سوریه را 2 کشور سرمایه گذاری میکرد. ایران با روسیه با تمام بازوی قوی در داخلش حفاظتش میکردن. پایگاهاشو در داخل همونجا بود که جا شیدن پایگاهاشو. وقتی که اراده ملت موجود باشه مطمئن باشید نه پایگاه نظام امریکایی، نه روسی، نه چینی، نه ایرانی، هیچ کسی به اراده ملت، به ایستادگی ملت توانایی چی نمیکنه، مقابلت کردن نمیتونه. ملت باید با این کار اعتماد باوری کنه که میتونه. باید ما مطمئن بسازیم این ملت در گردنش، در سرش، در همه جاش برسانیم نقطه که مردم بیدار شوید. شما به دست شماست، با تمام اراده شما وابستگی داره. همین روز شما برخواسته فردا در تاجیکستان انقلاب است. اگر همین روز شما اراده قوی داشتید مطمئن باشید فردا در تاجیکستان انقلاب است. و اگر هر روز به فردا گذاشتید به فردا میمونه و پس فردا میمونه. حضرت علی بسیار یک حرف خیلی والایی داره، میگه که هر روز ادعا میکنی که فردا آدم میشم، فردا انقلاب میکنم، چرا از امروز آغاز نمیکنی؟ از امروز آدم شو و فردا نگذار کار امروز رو. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر و خواهران عزیز و گرامی، صدای ما هست در پخش مستقیم در یوتیوب و فیسبوک. اگر صدای ما باشه برادر یک کامنتاری بنویسین و ان شاء الله که برنامه رو آغاز میکنیم. صدای ما هست برادر، صدای ما در پخش مستقیم هست بچه‌ها. اگر صدای ما باشه یک بنویسین و ان شاء الله که برنامه رو کوشش میکنیم که صحبت طولانی نکنیم ولی ان شاء الله برنامه رو آغاز کنیم. برادر درخشان تیویز تشکر خیلی زیاد. برادر گفتن که صدا هست. بله متاسفانه در فیسبوک هم اسمی برنامه اشتباه رفت ولی مهم نیست، حالا این اصلاح میکنم. زنده باشه برادر بی درخشان تیوی، ملین کیفی، دیگه برادرایی که چارچوبی و دیگه برادرایی که پیام دادن تشکر از همه شما. ان شاء الله که برنامه را دستگیری کنیم که مفصل و در موضوعی که انتخاب کنیم صحبت کنیم و نظر خود رو بیان بداریم. تشکر از همه شما برادرای عزیز. خب یک لحظه دیگه اینو من ببینم. خب شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول محمد و آله و اصحابه اجمعین. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت همه شما برادران و خواهران عزیز و گرامی قدرم، شما رو با برنامه 50 قدرت و حقیقت خوش آمدید میگم و از همه شما تشکر میکنم که طول چند برنامه میشد، طول 50 برنامه میشد با ما هستید و تلاش کوشش میکنید که ما رو کمک کنید تا برنامه خود رو پیش ببریم. و من بابت هفته نبودن رویهای برنامه از جمله من و برنامه برادر عبدالحی خلیفه که نتونستیم با سبب‌های نداشتن وقت در برنامه حاضر شیم عذر می‌خوایم. امیدوارم که انشاءالله که برنامه‌ها دیگه از این پس پی در پی هر هفته برگزار شوند در روز سه شنبه و یکی روزهای دیگری را که اگر اعلام کردیم و انشاءالله برنامه رو مفصل پخش بکنیم و روی پخش مستقیم بیاریم و در خدمت شما برادران و خواهران قرار بگیریم. دوستان و هموطنان عزیز و گرامی قدرم، امروز ما یک موضوع بسیار جالبی رو انتخاب کردیم که من میخوام پیرامون این موضوع یک صحبت مفصل انجام بدیم، چون چند مدت میشود من میخواستم در این موضوع فکر نظر خود رو بیان بکنم و وقت نمیشد، فرصت نمیشد و یا اینکه
امکانی چنین یک موضوع مفصل رو بیان کردن رو نداشتم. ولی امروز پروردگار این وقت رو برای ما مساعد گردان و کوشش میکنیم که طول یک ساعت اخیر در خدمت شما خورم قرار بگیرم و برادران اگر که بخوان در بخش مستقیم بحث شن، ما ان شاء الله کوشش میکنیم که برادران پیوست کنیم و با یکدیگر صحبت کنیم و برنامه رو جالبتر و بیشتر خوبتر پیش ببریم. شما کامنتاری و نظریات فراموش نکنید، لایک رو بیشتر بگذارید. طول یک ماه میشود ما در بخش مستقیم نبودیم و این امکان دارد که برنامه کانال ما را کمی قفاتر ببرد و اگر شما لایک و کامنتاری بیشتر بنویسید برنامه خوب و جالبتر میشه و بینندش بیشتر میشه. حالا ما یک موضوع بسیار مهمی را انتخاب کردیم که چرا تاجیکستانیان ناموفقند. در زیر این موضوع هدف ما تنها مردم نیست، هدف ما کل جامعه و حکومت، یعنی کل عرصه این جغرافیای تاجیکستان است که چرا ما پیشرفت نمیکنیم. چون پیشرفت تاجیکستان و پیشرفت تاجیکستانیان ربط دارد و پیشرفت تاجیکستانیان و پیشرفت تاجیکستان نیز ربط دارد. از این سبب ما همین موضوع را انتخاب کردیم و کوشش میکنیم که در همین موضوع کوتاه اول صحبت کنیم، بعد بریم دقیقاً نقطه به نقطه‌ای که ما اینجا حرف میزنیم تحلیل و بررسی کنیم. هموطنان و برادران و خواهران قدری من، ببینید ما وقتی که در عرصه بین المللی وقتی نگاه میکنیم هیچ وقت با موفقیت مردم نگاه کردن نمیشود. در عرصه پیشرفت یک جامعه او رو در عرصه حکومت نگاه میکنند. برای همین اولین مسئله را که ما بیان می‌داریم این حاکمیت متمرکز و بی جوابگر در تاجیکستان است. یعنی که از اساس‌ها و سبب‌های اساسی پیش نرفتن تاجیکستان این حاکمیت متمرکز و بی جوابگر است. همین حاکمیتی که ما داریم امروز در تاجیکستان جوابگری واقعی ندارد. بر مثال انتخابات واقعی اصلا وجود ندارد. یعنی در تاجیکستان اصلا انتخابات شفافی که در اونجا همه یک تاجیکستانی بتواند یک حزب مخالفی را انتخاب کند، هر حزب دیگری رو یا کاندیدات خود را که او بتواند تاجیکستان را برای شفاف و شایسته پیش ببرد وجود ندارد. مسئله دوم رقابت سیاسی اصلا در رسانه‌های تاجیکستان نشر کرده نمی شود. ما امروز تاخو رسانه ها را می بینیم بسته می شوند، رس کرده می شوند، در تلویزیون های دولتی برای مخالفان اصلا جای داده نمی شود و این مسئله باعث می گردد که یعنی حاکمیت چکار میکنه این ساختارها رو می جوخد. دوم مسئولیت وجود نداره در حکومت. سوم مسئولیت وجود نداره در حکومت. اصلا ما اگر نگاه کنیم در طول چند سال اخیر هر نقطه را که این حاکمیت حکومت امروزه با سرپرستی امامی رحمانوف میخواهد تصمیمی را بگیرد برای اشخاص نزدیک خانواده و برای بقا ماندن خانواده خودش است در سر قدرت. هیچ وقت برای بقا ماندن مردم تاجیکستان وجود ندارد. ما ده ها مسئله ها را نگاه میکنیم و میبینیم. خب برمیگردیم چی چیزها به جوابگر میماند این حکومت رو. نقطه اول رو ما گفتیم، در نقطه دوم که در زیر نقطه اول سه نقطه دیگر رو ذکر کردیم. نقطه دوم فساد، یعنی که کروپسیای سیستموی در امروزه حاکمیت. یعنی ما امروز میبینیم که منصب به پول فروخته میشود. عدالت تماما وجود ندارد تا زمانی که شما اگر شناس نداشته باشید. این عدالت نیست. یعنی یک نفر شناس دارد میرود پیش شناسش توسط پول فساد میخرد، هم وظیفه رو میخرد و هم عدالت رو زیر پا میکند. و علاوه بر این قانون امروز در تاجیکستان قانون بر اساس مفاد و فایده حاکمیت میکند. هر قانونی که به همین حاکمیت و به خانواده امامی رحمانوف و منصبداران فایده بیاورد چیکار میکنند؟ اینها همین قانون رو قبول میکنند. این بسیار مسئله های مهمی است که حکومت متمرکز بی جوابگر و بی پاسخگو است در این مسئله ها، فقط به خاطر بقا ماندن. مسئله سوم که در زیرش حالا نقطه هایی که 1، 2 و 3 ذکر میکنیم مسئله های جداگانه است و نقطه سوم که بسیار مهم است که این حاکمیت تاجیکستان را ضعیف میگرداند و مردمی ما پیشرفت نمیکند، اقتصاد وابسته و ضعیف از
حکومت روسیه، از حکومت چین و از پول مهاجران مهنتی و از نداشتن ساحه قوی صنعتی. ما اصلا اگر نگاه کنیم امروزه در تاجیکستان تمام دارایی‌هایی که امروز میآید تقریبا 40% یعنی اقتصاد کشور از پول مهاجرت مهنتی میآید. و اگر ما به دیگه مسئله‌اش نگاه کنیم، فایده هایی که از روی مثلا صنعت به تاجیکستان بیاد چقدر است؟ بسیار اندک و خرده است. اگر ما تذکر کنیم برای صنعت امروزه تاجیکستان، مطمئن باشه که اقتصاد کشور در یک مدت خیلی کوتاهی از بین تماما می رود و مردم یکدیگرش از گرسنگی میخورند. و اگر این همین امروز یک مهاجر مهنتی از فدراسیون روسیه از پول روان نکند به تاجیکستان، 40% معاش مردم در تاجیکستان پایان میخوابد. یعنی 40% معاش مردم در تاجیکستان پایان میآید و اگر کسی که 1000 سومون معاش بگیرد 600 سومون معاش میگیرد. و این تنها یک مسئله است. اگر ما مسئله دیگر شو و عمیق‌تر و یا چقدرتر بدرویم، اینجا ده ها چیز دیگر ضرر میبینه. اگر 40% کم بشه در این 40% چند مسئله تجاری کثیف از بین میرود، مفلس میشود. چندین اشخاص دیگری کار خود رو از دست میتیند. مثلا بانک هایی که امروز به مردم پول میتیند، بانکومات هایی که امروز در هر جا موندن به خاطر پول کشیدن، آنها دیگر توانایی اجاره پولی جایهای خود را نخواهند داشت. بازارهایی که امروز لباس میفروشند، یعنی تقریبا میشود گفت که 10-15% دیگری که وابسته این 40% است از بین میرود. یعنی اقتصاد تاجیکستان تقریبا 55% از بین میرود. یعنی با 45% اقتصاد تاجیکستان باقی میماند. یعنی اگر 1000 سومون بگیری تو 450 سومون معاش میگیری. یعنی با 450 سومون باید در تاجیکستان چیکار کنی؟ زندگی کنی. در حالی که یک خط در تاجیکستان چند سوم است امروز؟ 150-200 سومونی فقط تو سومی برق مسپری اگر 2 نفر 3 نفر باشه در خانواده. هر روز در تاجیکستان مسئله اقتصاد ضعیف می شود. چون نبودن صنعت قوی، نبودن حکومت پاسخگو، توانمند و سازشمندی که بتواند اقتصاد کشوری ما را بالا برود وجود ندارد. وقتی ما میگیم که حکومت بی جوابگر یا بی پاسخگو، در همین مسئله میآید بیان کرده می شود. چون پاسخگوی تمام افکار خود در جامعه تاجیکستان نیست. چرا چون این می شود؟ برمیگردیم به نقطه 4، معارف ضعیف و اداره شونده. معارف در امروزه تاجیکستان چونان در سطح پایان قرار دارد که یک کادر واقعی را ساخته نمیتواند که امروز در تاجیکستان بتواند پیشرفت کند. ما در یاد داریم که در آسیا پیروز چندین کادر یک برنامه داشتن، خب یک ماه بعد نشر میکردن که بعدا از کارمان عین حال چون این برنامه ها را نشر نمیکنن. در اونجا آرزو ایسایف، روزنامه‌نگار مشهور تاجیکستان و شاعرم هست اگر اشتباه نکنم، اون نفر دعوت کرده بود از دلیر امام علی، عبدالله غربتی و 10 روزنامه‌نگارهای دیگری کشور و 3 جوان دیگر در پیش خودش دعوت کرده بود و در مسئله پیشرفت تاجیکستان و علم‌های دقیقی که اونها میتوانند به پیشرفت تاجیکستان کمک برسانند دعوت کرده بود. ولی در اونجا تمام بحث‌ها سری مسئله‌های خرد به وجود آمد و حتی دلیر امام علی یک سوال بسیار مهم داد. گفت که اگر ما در اینجا میخواهیم پیشرفت کنیم، چرا یک دانشمند علمی در ساحه علمی دقیق عین حال در همین برنامه دعوت نشده است که در داخل تاجیکستان و در دانشگاه تاجیکستان تحصیل کرده باشه و ختم کرده باشه؟ چرا تمام دانشمند جوانان فریخته که اینجا دعوت شدن ختم کرده دانشگاه خارجی کشورن؟ چرا دانشگاه داخلی را ختم نکردن با چنین یک علم متخصص شوند؟
یعنی ضعیف بودن معارف امروزه تاجیکستان و وابسته بودنش به حکومت فاسد و ظالم و کروپسیا و فساد چیکار میکند؟ باعث میگردد که تفکر وجود نداشت، یعنی تفکر انتقادی در جامعه وجود نخواهد داشت. ترس چیکار میکند؟ بالای علم قدرت میگیرد و مردم رقابتی سایشته رو از دست میتیند. یعنی وقتی که تو رقابت رو از دست میتی، یعنی ترس تو رو غلبه میکند، اطاعت از فرمان یک انسان نادرست در جامعه فرهنگ میگردد. اگر دوستان گرامی این رو با زبان ادبی نفهمند، من ساده تر میگویم. یعنی یک انسان رو تصور کنید که در حکومت نشسته است، پول و مال دارد، دزدی میکند، فشار میآورد، در دست تو زنجیر بسته است، میگوید این زنجیر وابسته تو است و تو این کلید رو من باز نکنم، دست تو باز نشود، تو دیگه اطاعت کننده همون شخص میشی، چون تا زمانی که دستات آزاد نشوند تو نمیتوانی یگان کار دیگر انجام بدی. یعنی امروزه معارف ما چون این وابسته یک خانواده وسط شده است که به مردم علمی رو که اونها بتوانند جامعه تاجیکستان رو بسازن نمیتیند. یعنی ترس بالای مردم اونقدر زیاد آمده است که دیگر علم از بین می رود، علم به مبین نمی آید، علم در حالت ترس شکل نمیگیرد. وقتی که انتقاد فکری وجود ندارد، دانشگاه رو کسی انتقاد کردن نمیتواند امروز تاجیکستان که شما چرا در دانشگاه علم رو با پول میفروشید؟ چرا باید دانشگاه ما امروز برای یک بها گذاشتن باید از کسی پول بستاند؟ شما تصور کنید که فرزندی شما مریض است باید جراحی شود، یا مادر شما مریض است باید جراحی شود. شما میبرید به بیمارستان، در بیمارستان یک طبیبی بی سواده که همین دیپلم رو خریده از همین دانشگاه طبی امروزه به نام ابو علی ابن سینا میآید و چیکار کند؟ فرزند ما رو جراحی میکند یا که به اصطلاح روسی اپراتسیون میکند. او اصلا سواد کافی ندارد و او نمیتواند، او جراح نیست، او اصلا خرید است این دیپلم رو. شما تصور کنید که او میتواند همین کار رو انجام بدهد. هیچ امکان ندارد که او بتواند فرزند شما و یا مادر شما را اپراسیون یا جراحی کند، امکان ندارد. و این از سوهای ساده ای است که ما این را بیان می‌داریم. اما سوهای قوی، سوهای اقتصاد که ما اهمیت نمیدیم، دیپلماتیا که سوهای مهمی است که در عرصه بین المللی و در سیاست‌های خارجی داشتن دیپلماتی قوی میتواند در عرصه بین المللی به حد تاجیکستانیان رو موفق و تاجیکستان رو موفق بگرداند. اگر ما دیپلماتی قوی داشته باشیم، ما میتوانیم امروزه ده سرمایه گذار رو به تاجیکستان جلب کنیم و کشورهای با نفوذ رو چکار کنیم؟ بیایم سرپرست ده کارخانه و مردم بکنیم که بتوانند اونها برای جامعه ما چکار کنند؟ سرمایه گذاری بکنند. چون در دیپلماتی امروزه تاجیکستان علم عملی نمی شود، علم وجود ندارد. 4 تا بی سواد میارن میمونن، اونها از همون سوادی که ندارن چیکار میکنن؟ ضعیفانه پیش میروند و هر کسی که میآید با همین دیپلمات های امروزه تاجیک کار میکند از همین دیپلمات ها مفاد میبرد، چون اینها بی سوادن، اونها فشار میارن و میتونن از تاجیکستان هر چی رو ببرن. مسئله عادی، تمام لوازمات سازش ساختمانی چند سال اخیر در تاجیکستان از طرف ازبکستان صادرات میشون میومد و تاجیکستان دید که در این ساحه ضرر دیده ایستاده است و این مسئله را منع نکرده، پاشناس یا این که همون انداز رو بالا برد که هر کسی که از ازبکستان بیاد باید 40% چکار کند؟ پول بیشتری پرداخت کند و این باعث گشت که مردم دیگر از ازبکستان نیارن چون قیمت‌تر میشد و در جواب این ازبکستان باز دیگر موادهایی را از تاجیکستان اوس میرفتن همون انداز وارد کرد که از طریق تاجیکستان نوارد نشوند. ولی تاجیکستان در اینجا ضرر از طریق انداز ازبکستان نمیبینه. چرا؟ چون ازبکستان پیشکی سنجیده است و تاجیکستان نه. خیلی نسنجیده است تاجیکستان نمیدونست که من اگر امروز مرز رو باز میگذارم، سودا را با ازبکستان باز میگذارم،
ازبک ها میتوانند تمام لوازمات ارزانی که در داخل اونجا دارن بیارن در تاجیکستان بفروشن و اقتصادی ما را بکشن ببرن. تمام مال و دارایی ما و طلای ما را ببرن به ازبکستان و ما در جواب به ازبکستان چی بفروشیم؟ نداریم چیزی بفروشیم. مسئله مهم همین است. وقتی تو یک چیز از اونجا میاری باید یک چیز دیگه ببری، یعنی تقسیم کنی باید. اگر یک چیز دادی و یک چیز آوردی ضرر اقتصادیت نمیبیند، ولی فقط یک چیز آوردی و دادن نتوانستی اقتصادی کشور اینجا ضرر میبیند و تاجیکستان برشکست میشود. چون ازبک ها در قدم اول میدانستند خواستن از اقتصادی ما دزدیده بردن بگیرن و اونها عاقلانه با دیپلمات قوی خود کار کردند و در تاجیکستان که دیپلمات ضعیف بود بعد از 2 سال 3 سال و 4 سال شد با ازبکستان ارتباطی خوب داره تاجیکستان. نوشش در سرش زد که اینجا ما ضرر میبینیم به اینجا اندازه بالا ببریم که بعد از 1 سال 2 سال دیگر تمام دارایی ما میرود ازبکستان. این رو باید پیشکی وقتی که همین سازشنامه نوشته شد اگر دیپلمات قوی که میبد اینجا چیکار میکرد؟ این دیپلمات به کار برده میشد. اینجا این دیپلمات فعالیت میکرد و کار میکرد. یعنی تصمیم ها زمان گرفته میشوند پیشکی باید چیکار کرده شود؟ پخت و پس کرده شود. برای همین ما وقتی در یک مسئله حرف میزنیم اولین مسئله رو چیکار میکنیم؟ اینجا بیان میکنیم. دوست گرامی ما در اینجا نوشتن که ازبکستان نه بلکه ازبکستان یا ازبک نه ازبک ها. دوست گرامی و هموطن گرامی ما در زبان فارسی تاجیکی ازبک میگیم، ازبک نمیگیم، ما بک نمیگیم. این خیلی که ازبک ها ما را تاجیک میگن، تاجیک نمیگن، اونها جی ندارن. همین گونه ما ازبک نمیگیم بلکه ازبک ها میگیم. من برای همیشه این کلمه رو اینجا خاتمه میبخشم. ما در زبان خودمون با زبان فارسی می نویسیم که ازبک، یعنی ازبک میخونیمش. او را هیچ وقت ما ازبک نمیگیم. اگر که ما ازبک میگفتیم او را بیا می نوشتیم به زبان فارسی. برای همین ما ازبک میگیم. و حالا این که در تاجیکستان امروزه چون اقتصاد و سیاست تاجیکستان وابسته یک زمان شوروی و ازبکستان بود و اونها امروز ما را میگن که ازبک بگه، این به ما ربط ندارد. زبانی من، فرهنگی من میدارم و با این فرهنگ صحبت میکنم و من تحقیر و کسی نمیکنم. زبانم است، فرهنگم است و با احترام فرهنگ خودم این کلمه را استفاده میکنم. زبانی که همین ازبک ها گرفتن تاجیک گفتن به جای تاجیک یا که تاجیک ما ازبک میگیم. تو اون زمان ما ازبک میگیم و این کلمه از زبانی ماست و کلمه اونها ما احترام داریم چون اونها جه ندارن میتونن تاجیک بگن و ما هیچ وقت اونها را نمیگیم شما جورابک بگن، اونها جورابک میگن چون اونها جه ندارن و ما هم همین گونه با زبان خودمون کار میکنیم. برمیگردیم به سر موضوع و بگذارم برای همیشه این موضوع خاتمه بیابد. من در این موضوع دیگر ان شاءالله که هر کس حرف زد این کلمه براستون کافی است که ما بتونیم براش پیشنهاد کنیم. دوستان گرامی، حالا مسئله اقتصاد ما بیان داشتیم. پس برمیگردیم به مسئله پنجم، نقطه پنجم. در مسئله اقتصاد ما میتونیم مثال های زیاد بزنیم، خیلی زیاد. ما میتونیم دهان نمونه مثال بیاریم که دیپلماتی ما قوی کار نکرد، که اقتصاد ما، علمی ما، معارف ما ضعیف رفت، سیاست ما امروز وابسته گشت. برای همین برای گرامی و هموطنان گرامی ما باید چندین مسئله ها را دقت بدیم، اهمیت بدیم بروشان. بسیار و بسیار بالای این چیز کار کنیم. اگر بالای این چیزا کار نمیکنیم یک چیزی خوردکک میتونن ما رو ضعیف بگردونن، یک چیزی خیلی خورد میتونن ما رو ضعیف بگردونن. همین دیپلماتیه وقتی که کار نمیکند ما ازبکستان مثال آوردیم. ازبکستان اومد توانست تمامی صادرات کشورش رو به ما به حد زیاد بگردوند. تمامی لوازمات خانواده ساختمان از ازبکستان به تاجیکستان وارد میشد و بازارهای تاجیکستان را تقریبا غصب کرده گرفته بود و امروز هم چندین مالهای دیگر از ازبکستان بسیار زیاد میآیند. ولی ما این اندازها را زیاد کردن در تاجیکستان برای ازبکستان خیلی زیاد میبینیم در روزهای نزدیک.
به خاطر چی؟ به خاطر که دیپلمات در قدم اول در اون زمانی که این تصمیم ها گرفته میشد فکر اندیشه نکردن، فکر کردن که مرزها باز شود همه چیز فراوان میشود. اینجا علم نیست. دیپلمات یا پیش از تصمیم گیری یک سازشنامه اول اندیشه میکند که این سازشنامه چی فایده و چی ضرر داره برای تاجیکستان. پیش از این تصمیم گیری ها فکر میکنه. یک تعداد حکومت های پیشرفته 50 100 سال پیش آینده حکومتشان رو تصمیمشان رو میگیرن که در حکومت ما 50 سال پس چی اتفاق میفته و 100 سال پس چی اتفاق میفته. اینها نتیجه یعنی نتیجه گیری میکنن و تصمیمات 50 ساله و 100 ساله آینده کشورشان رو میگیرن. امروزه دیپلماتیای ما چنان ضعیف است که بی‌سواد است که 4 سال پیش تصمیم گرفته است، نمیدانست که امسال ضررش میرسه، نمیدانست که در این 4 سال ضرر دیده شده است، نفهمید که ضرر میبینه. در این 4 سال اقتصاد دانش او قدر حساب کناش اون قدر بی‌سوادن که نفهمیدن که ما ضرر دیده شدیم. یعنی تا این زمان همین قدر احساس نمیکردن که همین قدر مالی که از ازبکستان میآید ما در عوض به اونجا صادرات نمیکنیم ضرر میبینیم. همین چیزا درک نمیکردن. امروز نه در تجربه بعد از 4 سال فهمیدن که اینجا ما ضرر دیده شدیم، همه مالی ما رفته شده است در ازبکستان. بیا اینا رو در داخل تاجیکستان یا بلو کنیم بسازیم، اگر قیمت هم باشه از خودمون باید باشه. انا این مسئله ای است که ما میگیم که دیپلماتیا در تاجیکستان کار نمیکند. سبب اساسی دیپلماتیا از کجا سرچشمه میگیرد؟ از معارف. یعنی ضعیف بدن معارف، اداره شونده معارف از جانب یک حاکمیت فرسوده باعث میگردد علم از بین میرود، کاملا تفکر انتقادی از بین میرود، رقابت سیاسی سالم کاملا از بین میرود، ترس اونقدر زیاد میشود که اطاعت کردن از حاکمیت بیشتر میشود. برای همین ما و شما باید تمام این نقطه ها را چکار کنیم؟ اهمیت بدیم. برمیگردیم به نقطه پنجم. نقطه پنجم دوستان و هموطنان گرامی، فشار حدی اکثری به جامعه شهروندی و رسانه هاست. شاید زیاد این مردم اهمیت ندهند که چرا فشار به جامعه شهروندی و رسانه های مستقل میتواند باعث بگردد که جامعه ما پیشرفت نمیکند، تاجیکستان پیشرفت نمیکند، تاجیکستان در عموم پیشرفت نمیکند. همون طوری که در نقطه بالاتر ذکر کردیم که تفکر انتقادی جامعه، وقتی که ژورنالیستیک خاموش است، مثال میگیریم رسانه های مستقلی تاجیکستان امروز کاملا بسته میشود. به این معناست که شما آینه ای که چهره خود رو میبینید و آسایشته میکنید و یا یک نفر دیگر رو که در روبروتون قرار دارد او رو میگوید که برادر چهره من کجایش خراب است، لباس من کجاش دریده است، او ببینه به شما بها بتید. وقتی که ژورنالیستیک وجود ندارد، یعنی روزنامه نگار مستقل موجود نیست، رسانه های مستقل در جامعه تاجیکستان وجود ندارد، به همین گونه است آینه ای نداری خود رو ببینی. حکومت آینه ای ندارد که خود رو ببیند و جایی که دریده است و یا که کوتاه است و جایی که نارسا هست او را پر بکند. به همین معناست وقتی که ما میگیم روزنامه نگاری مستقل و جامعه شهروندی باید فعال باشد و وجود داشته باشد، به همین معناست. به همین معنایی است که یک آینه بیننده باید موجود باشد که ما را انتقاد بکند، ما را نشان بدهد که ضعف شما، ناتوانی شما و نارسایی شما در کجاست. و اگر ما این رو به دست نیاریم ما هیچ وقت پیشرفت کردن نمیتوانیم. پیشرفت ما وابسته همین چیز هست. یعنی اگر ما نتوانیم خودمون در یک آینه ببینیم یا یک نفر ما را نگوید که فلان جا دریده است یا که فلان چیز نمیرسد، ما این چیز رو خودمون شاید احساس نکنیم. بسیار سخت است که اگر در آن جای رود یک چیز باشد تا کسی نبیند یا که در همینجا سیاه باشد تا کسی نبیند اون رو ببینی، تو آینه ای نباشد ببیند خود او رو ببینی امکان ندارد. همین گونه حاکمیت باید کار میکنند. مسئله دیگر ترسی فعالان جامعه، یعنی وقتی که
از قدم گذاشتن مردم میترسند. یعنی مردم سخن گفتن رو جسارتش رو پیدا نمیکنند. وقتی که مردم جسارت نمیکنند از حکومت انتقاد بکند، از یک انسانی که در حکومت از ظلم میکند از اون انتقاد بکند، چگونه ما میتوانیم پیشرفت کنیم؟ ما امروز همه خاموشی رو اختیار کردیم و شیشتیم پشت یک حکومت و گویا که در تاجیکستان یک بهشت ساختیم و در او بهشت همه زندگی داریم و بهشت سارای تاجیکستان میگوییم، در حالی که پسترین معاش رو در جامعه داریم، در حالتی که جای کار اصلا برای مردم تامین نیست. امروز مهاجرت اوج گرفته است. دانشمندان و کاسبان ما چیکار میکنن؟ از جامعه ما فرار میکنن، میگریزن. اقتصاد ما فلج شده است. بازرگانی ما از بین رفته است. جامعه شهروندی ما از بین رفته است. آزادی روزنامه‌نگار ما زندان شده است. سیاسی ما امروز زندان شده است. دادگاه ما امروز مستقل نیست. پارلمان ما امروز وابسته یک حزب، یک جریان سیاسی شده است. ما چگونه میتونیم بهای دستوی ما دیگه حساب کردن نمیتونه کم بدیره؟ وقتی که ما همین رو دوره، ما چگونه انتظار پیشرفت جامعه تاجیکستان رو داشته باشیم؟ چگونه؟ امکان ندارد. برای همین دوستان و هموطنان گرامی باید ما تمام مسائل ها را چکار کنیم؟ در بر بگیریم. میگذاریم به نقطه ششم. امروز یک از مسئله های بازم پیش نرفتن جامعه استفاده ترس به جای اعتماد است. یعنی ما امروز در جامعه تاجیکستان اون درجه بیشتر مردم را از جانب حکومت ترس و هراس دادیم که آنها به جای اینه که اعتماد کنن به حکومت بیان پول رو بمانن، میترسن، به ترس و هراس میارن. اون چیزی را که حکومت میدونه، مثلا یک نفر را میگه که تو امروز پولدار هستی، بیا اینجا سرمایه گذاری کن. حکومت چند بداند اون پولدار است، از پول همون میگیرد، میکشد، مجبوری با ترس میارد در یک جا سرمایه گذاری میکند. و ما هزارها دارو داریم که امروز پولشون بجا است، تیلاشون بجا است، خوب است و از ترس همین حکومت این پول رو با بزرگ نمیارن. همین ترس باعث میگردد که جامعه پیشرفت نکند یا با فشار. امروز اگر اعتماد به حکومت وجود نداشته باشد، تو چگونه میروی در داخل تاجیکستان مثلا سرمایه گذاری میکنی و پیشنهاد میکنی یک بازار یک جا رو میسازی؟ چگونه؟ وقتی که تو میدونی که فردا اگر یک تجارت باز کردی از حکومت سغورتش میآید، نمیفهم فلان و بسمدانش میآید و هر کسی میآید بالای تو چیکار میکند؟ فشار میآورد، فساد میگیرد، پول میگیرد، نمیموند سودا کنی، نمیموند بازارت پیش برود، نمیدوند تجارت برود و تمام باعث میگرده که جامعه تاجیکستان، آینده تاجیکستان پیشرفت نکنه. مسئله نهایی که ما در اینجا صحبت میکنیم، مسئله نهایی در جامعه تاجیکستان با تمام همین فشارهایی که موجود است، با تمام همین پسی‌هایی که وجود است، یعنی ما مغزها وجود دارد، یعنی عالم دانشمند وجود دارد. حالا کسی میرود در خارج تحصیل میکند، کسی را پدر و مادرش بسیار بلند سرمایه گذاری میکنند که تحصیل بکند، مغز بیاورد، یعنی پیشرفت کند، علم بیاموزد و اینها در صددی که اینها به همون درجه های بالا میرسند، علم رو کسب میکنند، وقتی فشار حد اکثری برایشان میآید پیشرفت رو نمیبینند، از جامعه تاجیکستان فرار میکنند. یعنی فرار مغزها. فرار مغزها یکی از اساسهای پیش نرفتن جامعه تاجیکستان است. وقتی کادرهای با شکوه کشور زندان میشوند، دیگر کادرهایی که میانه هستند اونا فرار میکنند. شاکرجان حکیم همونطور که در اولی برنامه ذکر کردیم با 20 سال یا به 18 سال زندان محکوم شده است. دکتری علوم حقوق است. هزارها روزنامه‌نگار دیگر بالاتر از روزنامه‌نگارای بالاتر از شاکرجان حکیم و دههای دیگر امروز زندان شدند. برای همین وقتی که اهل فکری جامعه تاجیکستان، متفکر، دانشمند،
زندان میشود یا یکی فرار میکند از داخل وطن، این به معنای به خاک سپاریدن جامعه تاجیکستان است. یعنی ما فکر کنید که یک حسابگر را میاریم در جای دختر میمونه، دختر رو میبریم در جای حسابگر میمونه. یعنی دختر رو میگوین تو برای در بانک کار کو، یک کارکنی بانک رو میگوین برای تو در دختر کار کو. جامعه تاجیکستان این طور کار میکنه. یک نفر در بازار نمیفهمم دزدی میکنه در بانک کار کو، یک نفر دیگه نمیفهمم بین 4 تا گاو گوسفند اون دست در دختر کار کو. در دوران کووید 19 کرونا ویروس یادتون هست که با داروی حیوانات در تاجیکستان مردم رو تبابت کردن. با داروی حیوانات مردم رو تبابت کردن و ادعاها هم کردن که همین داروی حیوانات کرونا ویروس، آنتی ویروس کرونا ویروس از بین میبره. با داروی حیوانات با مشهور هم شدن همون انسان ها. اینجا فاجعه است که مغزهای اساسی کشور ما فرار میکند و بعدا باعث میگردد که یک داروی حیوانات میآید در بدن انسان زده میشود. برادرای عزیز، صدای ما هست در پخش مستقیم؟ به خاطر که من میبینم کمی اینترنتی من کمی یک مشکل پیدا کرده است. صدای ما هست در پخش مستقیم؟ صدای ما هست برادرو؟ باید صدای ما باشد. من انشاءالله امیدوارم صدامون هست. بله تشکر برادری. تشکر برادرای گرامی هست. بس اسلامیک امیریت تشکر برادر گرامی، زنده و سلامت باشید. بله دوستان گرامی، من همونطوری که گفتم این 7 نقطه بود که من بسیار کوتاه در این موضوع صحبت میکنم، بعد برمیگردم مفصل مسئله های عمومی که در رسانه های مجازی نشر شده است، از این مسئله ها برای شما پیشکش خواهیم کرد و در همین موضوع یعنی میدونیم که مکمل صحبت. حالا در مسئله های آزاداندیشی و روزنامه‌نگاران که بسیار ما یک مسئله های مهمی که ببخشید دوستان گرامی صحبت کردن، یک مسئله رو ما از رادیوی آزادی به سمت شما برسانم دوستان گرامی. همونطور که می‌بینید در رادیوی آزادی یک مقاله نشر شده است که این مقاله در روز 24 ژانویه یا جنوری نشر شد و در این مقاله چنین نوشته شده است که کمیته دفاع از خبرنگاران یا که SPJ تاجیکستان را در 10 گانه کشورهای جای داده است که از هم از زیاد خبرنگاران زندانی کرده است. یعنی شما ببینید که یکی از تشکیلات های یکی سازمان هایی که در محافظی روزنامه‌نگاران در کل جهان است و در همین روزهای اخیر یک مقاله را نشر کرده است و در اون مقاله تاجیکستان را در 10 گانه کشورهای جای کرده است که در اونجا از هم از زیاد روزنامه‌نگار و یا اینکه ژورنالیستان زندان شدند. در گزارش این سازمان از روز 21 ژانویه آمده است که تاجیکستان کشوری همپیمان با روسیه 9 روزنامه‌نگاری بازداشت کرده و امسال به قطار 10 کشور شامل شد که شرایط سخت‌ترین زندان را دارد. شماره خبرنگاران زندانی تاجیکستان بعد از سال 2022 زیاد شدن گرفت، زیرا پرزیدنت کشور تلاش‌ها برای سرکوب کردن این رسانه‌های مستقل را بیشتر کرده است. آمده است در گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران واکنش مقامات تاجیکستان به این مطلب نو دسترس شده نیست. یعنی تاجیکستان تا امروز در این مسئله هیچ حرفی نمیزند. مقامات تاجیکستان بعد از سال 2022 بیش از 10 خبرنگار و بلاگر بازداشت و در معارفه‌های پوشیده عمدتاً به اتهام افراطگرایی با سالهای طولانی زندان محکوم کردند. دلیر امام علی عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمد زاده، زبخیبک سید امینی، الفت خانم محمدشاهی و خورشید فاضل، احمد ابراهیم و رخشانه حکیم و از جمله آنهایند. خود خبرنگاران زندانی و نزدیکانشان اتهام را رد کردند. دعوت زیادی سازمان‌های حامی حقوق برای رهایی این خبرنگاران از سوی مقامات تاجیکستان نادیده گرفته شد. بر اساس گزارش‌های کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاهشان در نیویورک که از سال گذشته از همه زیاد در چین 50 ژورنالیست را زندان کردند و 10 گانه کشور
زندانی ژورنالیستان همچنان میانمار، اسرائیل، روسیه، بلاروس، آذربایجان، مصر، اریتریا و ویتنام شامل بودند. در دهگانه کشورهایی که تاجیکستان هم شامل آنها می شود مستقیم 245 خبرنگار در عین حال زندان هستند. در عموم به نوشته کمیته دفاع از خبرنگاران بیش از 300 خبرنگار در سراسر جهان زندانی گشت. این وضع بیانگری افزایش خودکامگی در جهان و سختگیر شدن نزاع است. برای پیشگیری از بازداشت خبرنگاران SGPA پیوسته از حکومت‌ها دعوت می‌کند که ولایت قانون را تامین کند و جنایت را جنایتکار شماریدن آنها دست کشد که درباره کمبودی‌ها گزارش می‌دهند. آمده است در گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران. جودی گینزبرگ مدیر کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید که طبق روزنامه‌نگاران و خاموش کردن صدای آنها برای جامعه عاقبت‌های جدی دارد. فساد به جزا میماند، سوء استفاده از منصب بیشتر می شود و در نتیجه همه ما با خطر بیشتر روبرو می شویم. گفته است در پیشگفتار گزارش نو که وضع روزنامه‌نگاران در جهان در سال 2025 بازگویی میکند. این یک مسئله ای است که همطور که شما میبینید در مسئله روزنامه‌نگاران نشر شده است. یعنی در تاجیکستان با گزارش همین سازمان ده ها روزنامه‌نگار در تاجیکستان زندانند. این یکی از اشخاص از روزنامه‌نگارایی هستند که زندان شدند. حالا چندین نفرای دیگر که امروز در رسانه‌ها نشر نشدند، اونها زیاد از تعدادشون که زندان شدند، اونها را آشکار نمی‌کنند. برای همین این یکمین مسئله است که ما نگاه میکنیم که اگر همین روزنامه‌نگاران آزاد کرده نشوند و جامعه پشت این روزنامه‌نگاران رو نگیرد، مطمئن باشید که در آینده دیگر روزنامه‌نگار و دانشمند آزاداندیش پیدا نمی شود که در داخل وطن بیاد از حقوق شما دفاع کند. ما یادمان است که وقتی دلیر امامعلی در رسانه‌های مجازی فعال شد و مبارزه می‌برد، هر روز یوتیوب او ابونچی زیادتر رو جمع میکرد و هر روز نسبت او یعنی تعریف میکردن، میگفتن بهترین برادر است و بهترین روزنامه‌نگار است و او آینده تاجیکستان است. و وقتی که روز او را زندان کردن، ما دیدیم که همین خاموشی به وجود آمد و هیچ نفری از حقوق همین روزنامه‌نگار دفاع نکرد. و اگر از حقوق دلیر امامعلی زندانی سیاسی دفاع نکردن، مطمئن باشید که دیگه عبدالله که از او دفاع نکردن بود و یک حرف بود حماقی که چرا زمینی تاجیکستان به چین فروخته شد که زندان شد. ده ها روزنامه‌نگار دیگه که بیگناه زندان شدن. پس جامعه شهروندی به وجود نمی آید وقتی روزنامه‌نگار زندان کرده می شود. عدالت معین کرده نمی شود، یعنی جرم به جواب میموند. وقتی که ظلم حکومت در رسانه ها گفته نمی شود، در یوتیوب بیان کرده نمی شود، در رسانه ها نوشته نمی شود و این روزنامه‌نگار این قلمنگاران نیستن که اونو به قلم به تصویر بکشن، پس کی باید از مشکلات جامعه امروزه تاجیکستان بگوید؟ من و تو یکی یا که دیگری که نوشته نامش نوشته نمیتواند بیاد از مشکلات جامعه بگوید، اونی که نامش رو نوشته نمیتونست بیاد از حقوق این کسی که امروز از حقوق کل تاجیکستان دفاع میکند باید چیکار کند؟ دفاع بکنند. یعنی اینها باعث میگردن که جامعه تاجیکستان پیشرفت نمیکنه. این یک اولین مسئله. مسئله دیوم مسئله ای است که مسئله مهاجرت مهنتی. با وجودی که 40% اقتصاد از پول مهاجران مهنتی است، امروز نبودن معارف درست، دیپلمات قوی، دانش کامل باعث میگردد که ما در چنین وضع قرار بگیریم. همین سرلوحه مقاله علاقه نشانداد اونی است که متاسفانه جامعه تاجیکستان نه دیپلماتی قوی دارد، نه معارف قوی دارد، نه دانش قوی دارد، نه بیداری سیاسی و فرهنگی دارد. ببینید ما باید برای همه چیز پول دهیم، پول و باز هم پول. یعنی در امروزه جامعه ما برای تمام کار شهروند تاجیکستان، چه در داخل تاجیکستان چه در خارج از تاجیکستان، برای تمام کار باید پول بدهد. بدون پول یگان مسئلهش چیکار نمیکند؟ حل کرده نمیشود. فقط باید چیکار کند؟ پول بدهد. بیا دوام مقاله رو میخونیم.
نظارت آنلاینی، رشوه‌خوری، تحقیر و اذیت در کوچه ها. واقعیت زندگی عالم راننده قرقیزی که در روسیه ریسک خود خانواده‌اش را می‌یابد، میگوید روزش هیچگاه به مشکل نمیگذرد. پدر 38 ساله 2 فرزند که در ولایت مسکو کار می‌کند در صحبت با خبرنگاری فرانس پرس گفته است ما باید برای همه چیز پول دهیم، پول و باز هم پول. به گفته او پلیس روسیه پیوسته برای هر یک سند و هر یک مهر سری ثبت اقامت تا اجازه کار یا بیشتر طلب میکند. عالم می‌افزاید ارزش بعضی از این سندها تا $300 می‌ایستد، یعنی 30,000 روبل. یک سند عمومیه که برای تو میارن میدهن تو 30,000 روبل روسی را از تو میستونن تو برای تو یک مهر را بزنن میدهن. در روسیه حدود 6 از 5 میلیون خارجی به سر میبرند و اکثر آنها مهاجران کاری از کشورهای آسیای مرکزی هستند. معمولا کارهای وزین را انجام میدهند و مزد کارشان به وطن میفرستند، اما حالا فشار از هر سو به آنها بیشتر میشود. مقامات با سخت‌تر کردن قیودهای مهاجرت میخواهند راه مهاجرت را بازار کار و مکتب‌ها ببینند. همزمان سطح بیگانه‌ستیزی در جامعه‌ای که همیشه بلند بود باز هم بلندتر میرفته است. عالم مجبور است که هر روز مکان سکونتش را توسط ضمیم تلفنی دولتی امینه به مقامات گزارش دهد. این برنامه نظارتی باید همیشه در تلفن او فعال باشد. او میگوید که اگر 3 روز پی هم این کار را نکند تو را بر روی خط سیاه وارد میکنند که در پاک کردن نام از آن دشوار است. شامل شدن به این فهرست رسما فهرست افراد زیر نظارت نام دارد، معنی بسته شدن حساب‌های بانکی، خطر از دست دادن کار، اخراج از دانشگاه و یا حتی دیپورتاسیون از قلمرو روسیه را دارد. یعنی شما ببینید امروز در تلفن شما مثل اینه که در پاد در گذشته که زندان میکنن عین حال هم بعضی جاها هم یا در پاد یا در دست یک دستموند میبندن که هر کجای رفتیم و بدونیم که تو در کجایی. ولی امروز برعکس کردن همین را، مثل اونه که باز زمان یعنی بردگی زمانوی برعکس در تلفن تو یک مطلب رو نشر کردن که اون مطلب هر روز تو باید گزارش بدی که من در همه جا هستم و در فلان جا زندگی میکنم. اگر گزارش ندادی تو را چیکار میکنن؟ در روی خط سیاه پیوست میکنن که در روی خط سیاه حساب بانکیت رو میبندن، در لیست سیاه پیوست میکنن و امکان داره که بازم از چیکار کنن؟ از روسیه خارجت کنن، دیپورتاسیون کنن. حتی کار به اون درجه رسیده است که گوش کنید دوای مطلب رو. این سختگیری‌ها سال گذشته زیاد شد و بعد آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار سیاست نوی محدود کردن حضور اعضای خانواده مهاجران را امضا کرد، مقامات میگویند که این کار برای کم کردن برای نهادهای اجتماعی و فشنگ‌های ضرور است. یکی از مانع‌های نو امتحان نهایت سخت زبان روسی برای کودکان مهاجران است که میخواهند در مکتب‌های روسیه تحصیل کنند. انا اورلووا آموزگار زبان روسی در طرح قانون کودکان مهاجر این سیاست را تنقید کرد. او میگوید که برعکس باید خرسند شویم که مهاجران با نزد میآیند، چون معنای اون را دارد که اقتصاد روسیه رشد میکند. بنا به آمار رسمی سال 2025 به دلیل امتحان‌های مشکل و مانع‌های رسمی و یا بیوکراتیا 87% کودکان مهاجر نتوانستند به مکتب روند. انا اورلووا میگوید که وزارت معارف هدف گذاشته است که دیگر خوانندگان غیر روسی به مکتب قبول نکنند. این دیوانگی است. شما ببینید در فدراسیون روسیه امروز متاسفانه فرزند نمیتواند وارد مکتب شود. وقتی که میاد تو در خانه دیگه در شکی نیست که به زبان تاجیکی صحبت میکنی، در خانه به زبان روسی صحبت نمیکنی. وقتی که مکتب میرود فرزند در مکتب و در صدیق زبان روسی رو یاد میگیرد. وقتی زبان رو نداند نمیموننش در مکتب تحصیل کنه. پول پرداخت میکنی، پاتین میدهی، این روس‌های فاشیست رو تو تامین میکنی و علاوه بر این تو را نمیگذارن که باز کار کنی مکتب فرزند مکتب بخونه. باز علاوه بر این از افزایش بیگانه ستیزی در جامعه حتی کودکان در امان نیستند.
پسر عالم رو که مکتب خان است چندی پیش همسینفونی روسش لتوکوب کردن. ماه دکمبر سال گذشته باشد یک نورس ملتگرای اشعری روس قوی جان علی پسرک 10 ساله تاجیک رو در مکتب در ولایت مسکو کار زده کشت. یعنی بازم همه همین که ما بازم زبان پتن پرداخت می‌کنیم در همین مکتب‌ها درس می‌خونیم، باز چیکار میکنن؟ فرزند ما رو میان در مکتب که تو موجه سیلت و کوب میکنن و یا حتی مثل قابل جان میان به قتل میرسونن. ببین با باز الهی همین ترس از سفر به جنگ، الهی همین چیکار میکنن؟ فرزندان ما را به بهانه‌های گوناگون برادران و خواهرای ما میگیرن جنگ اوکراین میبرن. با میگن تو پول بدی مول بدی، اگر ندادی باز میگن جنگ اوکراین میبرن. ده ها مورد مهنتی تاجیکستان شهروند تاجیکستان تنها دارن در جنگ اوکراین از جانب همین روسیه می جنگند و چندین نفرایشون توپدایشون به تاجیکستان برده شد. هر روز بولوی از بولوی تاجیکستان. این نشون دادی پیشروی جامعه یا برعکس اون است. این نشون دادی که نه حاکمیتی ما پیشرفت میکند، نه مردمی ما پیشرفت میکنن، نه تاجیکستان پیشرفت کند. این مسئله پیشرفت جامعه ما نیست. برمیگردیم به مطلب دیگر. حالا نواری هست که این نوار ما به سمت شما برسانم. اگر دوستان اینجا به سمت شما برسانیم این نوار را تماشا کنید. یک بار سال شدن هوا بخشید همین صداش کمک بالاتر بردم. خب صداش بستر است، امکان داره که شما دو روز اخیر زندگی ساکنان تاجیکستان را دشوار کرد. بعضی ساکنان این محله که در 8 کیلومتر دوشنبه جایگیر است مجبور شدند در بلند آشیانه بخاری نصب و با گشت و هضم خانه را گرم کنند. این در حالی است که گذاشتن چنین پیچ‌ها در بلند آشیانه‌ها منع است. برخی دیگر که چنین کار را نکردند میگویند از سردی شب گذشته بیشتر اذیت کشیدند. که سویت مرده بود. مقصد سویت مرده گونه خانم دا پیشکر ویشکنی سی بچه میده دارو خونو خورده بود. همین صبح که سویت وضعیتش خوب نیست، وقتی که سویت نباشه آب هم نمیشه. زوی آب باید سویت باشه آب همه وقت هسته. سویت نباشه آب هم نیست، مجبوره که آب کشید. خط نیروی برق دسترسی به آب نیز برای این خانواده ناممکن کرده است. هیچ ایمو نساس اوضاع دا میپرتوید اوضاع خیلی او بوز چیز کردگی میگن که سویت نیسته خیلی نیم ساعت هم میتی نیم ساعت خیلی خلق بیچاره کنه چون سویتی پیشکر تمام پیشکر هم در خلاق شهری ها چی سویت نبود این شاو. چون این مشکل در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز به نظر می‌رسد. های شاو خب این نواری بود که شما دیدید. این نواری بود که شما دیدید که در تاجیکستان امروز حتی کار اون درجه را آماده رسیده است که در بلند آشیانه‌های تاجیکستان از همون پیچکه‌ها یا همون علم‌های سوختار از اونها نصب کردن که این ممنوع است در ساختمان‌های بلند آشیانه پیچکه زدن. در کدام جامعه در کجا شما دیدید که در بلند آشیانه‌ها این گونه پیچکه نصب کنه؟ شما ببینید دو غصبانی یک دانه دو دانه این بالا سه دانه در بلند آشیانه‌ها پیچکه نصب کردن. چون کودکی خردسال دارن اگر پیچکه نصب نکنن کودکایشون از سردی میمیرن. جامعه را با اون درجه را آوردن رسوندن که وقتی که سردی به میان میآید برق از بین میرود، جامعه ما با چنین حالت‌ها مشکل روبرو میشود. نه گرمدهی یعنی آب گرمدهی خوب دارن، نه آب نوشاندنی میتین، نه برق را امکان به مردم میتین که مردم بتوانند توسط همین برق خانه خودشان را به گرمی تامین بکنن.
در حالی که مگا پرداخت جاری کردن همین نو از همون هر خانواده پیش پرداخت بکنند بعد بروش میتین. چگونه اونها پرداخت کرده برق رو نمیتونن وقتی که اون تو پیشکی پرداخت میکنی؟ یعنی عینی حال هر شهروند تاجیکستان اول برق رو پرداخت میکنه بعد اون برق رو میگیره استفاده میکنه. اینا میتونن هر یک اینا برق خودشون رو پرداخت کنن. حالا وضعیت را با کجا وردان رسوندین که به مردم برق نمیتین و مردم در بلند اوشیان ها پیشکن است میکنن؟ و این رو میگویند که جامعه ما با جای اینه که پیش برود، یعنی شکوفا شود، ما با زینوهای پستر و پستر و پستر گرفتار میشه. هم مسئوله. اگر ما حکومت رو تغییر ندهیم مطمئن باشید که همه ساله نه تنها در این اوشیان‌های 4 طبقه بلکه در 10 طبقه و 20 طبقه های تاجیکستان شما خواهید دید که دیگر در همش پیچکن است میکنه و خود رو و خانواده و فرزندان خود رو به گرمی چکار میکنه؟ تامین میکنه. چون جامعه دیگر توانایی برداشتی چون یک دیکتاتوریت رو نداره، چون یک پسروی رو نداره. باید بخیزی به نصب کردن خونت گرم کردن گرم میکنه. همسایه چیکار میکنه؟ همسایه شاید از ترس حکومت اون قدر فشار بالاش اومده است که همین پیشکر هم نصب کردن که بگه بیان جریمه کنن با خونه هم رو از دست بگیرن. شاید از این هم بترسن. شاید بعضی ها کمک جسارت داشته باشن همون پیشکر رو نصب کنن که فرزندایشون از سردی نمرن، ولی بعضی ها میترسن که این خونه شون هم میان میگیرن یا شاید اجاره میشینن که از همون اجاره شینی میزنن بیرونشون میکنن در همین زمستون با حد امکان که در همون داخل یک خونه است در بیرون در مابین برف چیکار میکنن. یک بار شما بیستید فکر کنید که این گونه نمیشود که برادران و خواهران گرامی. تو کی ما باید خاموشی را اختیار کنیم؟ تو کی باید ما در مسئله سیاسی و فرهنگی و اقتصادی در تاجیکستان به اهمیت باشیم؟ و اگر همین عین حال یک سراینده نمیفهم یک تبلیغگری راه کفری امروز در تاجیکستان بیاد دعوت کنه در پایتخت دوشنبه صدها هزار نفر جمع میشوند مسرودن و میان به میدان. یک بلاگری فاشیستی روز به اونجا برود ما دیدیم که 10 نفر 1000 نفر در پایتخت جمع شد. همون قدر جوان در اونجا جمع شده بود. این جوان نمیتواند در نزد قصر ملت جمع شود، نمیتواند یک بار برود از حکومت بپرسد که چرا این خانواده ها گرسنه و خود در خنکی زندگی میکنن. بهانه گفتن هم کاری خوب است، نباید بهانه کنید. مسئله دیگه یاشون میبینید. این نوار دیگه ای است که ما در این برنامه خواهیم. چوب اینترنت ها سوس کار میکنن. من نرخ قیمتی پروس اینترنت همون نرخی وای نمیکنه. صفحه دارم. و فکر من همین وای هستن که وای یاردم دادن در بسیار. من حاضر میدونید شخصا من به دارو میدادم، باز دارویی که خیلی قدر فایده نمیکنه. هیچ قبله من خریده میتونم، لیکن هست آدمایی که خریده نمیتونم بکنم. برای همین کم تر همینو با وای میکردم. چی میگونه؟ یاردم انا همین چیزا بسیار خوبیه. برای چی نه تاکسی هر روز مثلا هر روز 10 سنه هر روز گمی 20 میخوام 30 میخوام با بالا همش نه خبام فکر. بعد دیگه من تاکسی تو که تاکسی سیش کی ما که بشینی تو نیست فیرام میبرن فهمی یعنی تاکسی تو تاکسی تو نیست فیرام میبرن یکی داش را میگیره یا فرو ما داش نمیرم ایران شورای شوش بزی با ایشی خیلی تاکسی سیش کی ما چی میکنن نه گفتم از قواری سال به سال قیمتش دسته پول سویت پول آب و همینم بیچاره اهالی همه شرایط ندارد. طبقه های همی پست نه فقط خودم خیلی و کارکنان دولت همه شرایط ندارن. همین مبلغ مزد مهنت یک وای بلند نمیشه در خنوای آزقه و همین آب سویت و آبی گرم بلند میشه خصوصا در ماه نرخ قیمت شده با هم که میستد
برای همین اهالی همین وای طبقه همین پست همین نفقات برون همش چرا که همین وای مردم وای مشکلی های مردم حل بشه کمتر همون خولی که بردارم پیشوی بردارم همون بخواه خورسان گردد هم تریلی با میشنه میزنه که زنه گو میگه اولی کمه پینسیا کمه ها پینسیو همی پینسیو چی میگرم پول همی چه ای تریلی پول ندارم اکتوبوس همی چی میگرم هنگاه برای همی مقصود آخه من میگم که همی پینسیو نگیرم ای تریلی اکتوبوس نه врачки слишком тяжело мамба возьми. Нам пенсия бар умада. Дух за беру слишком возьми. А там пенсия бар дорам. Хавала دیپورتم رقم دولت دوی میکردم و میرفتم میگم که مجریات مهنتی یک اساس نمیشه همین صبح مقصد داریم که اگر شرایط باشه مقصد گوشتن چیز ما رو ویزوی ما رو ما بریم اون چیز سوزیام دولت خارجی این طرفای اروپا را در اون روی اصول صلح مقصد بیوان ما بریم کار کنیم با وزیر خارجی این مسئله بود که دوستان گرامی هموطنان عزیز در رادیو آزادی نشر شد و شما دیدید که دوستان گرامی مردم تاجیکستان امروز از چه شکایت دارند نبودن برق نبودن معاش نبودن امتیازها برای بازنشسته‌ها یا پنسیونرها هم مشکلات دیگری که در اوجا گفته شد علم دانش فساد تغبوزی هزارها مسئله های دیگه است که در جامعه تاجیکستان متاسفانه مشکلات و چیشان زیادتر می شود ما و شما برادران و خواهران گرامی و هموطنان عزیز مسئولیت داریم در قبال این مردم این کشور که ایستادگی کنیم و مبارزه ببریم تا زمانی که میتوانیم دیگرگونی رو در جامعه به میان بیاریم دیگرگونی تنها به دست خود ما صورت خواهد گرفت هیچ گونه شخص کشور بیگانه نمیتواند بیاد برای من و تو آزادی بیارد اگر هر کسی که آورد او به فایده من و تو نیست برای همین برادران و خواهران گرامی امروز جهان در یک حالت قرار دارد که ما تو میتوانیم در همین حالت سخت جهانی زیرکانه عمل بکنیم و حاکمیت رو به دست خود بگیریم و دیپلمات قوی رو استفاده ببریم که تاجیکستان در نقشه‌بندی جهانی نوینی که به نزدیکی صورت میگیرد جا و مکان و اقتدار داشته باشد وگرنه در جهان یعنی نقشه هایی که در جهان گرفته شده است و امکان دارد در کوتاه‌ترین فرصت صورت بگیرد یعنی جنگ امریکا و اسرائیل و عوض شدن نقشه جهان یا از بین روی چندین کشورهای دیگر و تشکیل شدن چندین کشورهای دیگر این باعث می‌گردد که ما همچون کشور مستقل تاجیکستان شاید از خریطه گم شیم ما اخیراً نقاط اینه که اشاره میکند به این مسئله که تاجیکستان امکان دارد همچون یک کشور مستقل از خریطه گم شود در روسیه میبینیم که این چندین نفرات ما دیدیم که یکی از تبلیغگران ارشد روسی سلاویوف در این موضوع بیان کرد که باید کشورهای آسیای مرکزی زیر حمله روسیه قرار بگیرند و پرچم روسیه در اونجا برداشته شود و علاوه بر این دپوتاتی گوسدومای روسیه بوکسیور قبلی اسمش از یادم رفت او این مسئله را بازم بیان کرد حالا در رسانه‌های مجازی و دیگه کامنتاری ها دیگه شخصیت‌های گوناگون نیز این مسئله را بیان می‌دارند و طرفداری می‌کنند که تاجیکستان باید همچون یعنی که دیگه کشورهایی که مثل تاجیکستان هستند از خریده ناپدید بگردند و در قلمرو یک کشور دیگه شوند بر اساس همین ما میدونیم که حکومت تاجیکستان زیر ساختار یعنی زیر دست حکومت روسیه است و یگانه چیزی که میتواند ما رو نجات بده و پیشرفته بسازد این زیرکانه عمل کردن مخالفین و زیرکانه عمل کردن دانشمندان واقعی تاجیکستان است که میتوانند ملت رو با هم بیارن و مردم بر بخیزد برود تاجیکستان رو از این فرطه فروپاشی نجات بدهد و به یک کشور پیشرفته و به یک جامعه پیشرفته تبدیل بیابد یعنی تبدیل بدهد و اگر ما این کار رو نکنیم و اگر دستگیری پیدا نکنیم و مثل مندل اگر شما مردم طرفداری نکنید و یک نفر رو مندل نسازید مطمئن باشید که تاجیکستان رو
در کوتاه‌ترین فرصت از دست میتید. همین خانه‌ای که دارید، این خانه‌تان وابسته بیگانگان میشود، وابسته کسایی میشود که دیگر دین شما را نمیمونن که اطاعت و عبادت کنید، ناموس شما را دیگر را حفاظت نمیکنن، ملت شما را از بین میبرن، فرهنگتون از بین میبرن و چه دارایی که دارید در خدمت دیگران قرار خواهد گرفت و تمام ارزش هایی که امروز در طول چند سالها بزرگای ما برایشان جان دادن و به دست آوردن از دست خواهیم داد. برای همین برادران و خواهران گرامی، این موضوع رو ما انتخاب کردیم تا در این موضوع بسیار وسیعانه صحبت کنیم که چرا تاجیکستانیان ناموفقند، یعنی چرا تاجیکستان ناموفق است، چرا ما تا امروز موفق نمیشویم، چرا تا امروز ما پیشرفت نمیکنیم، چرا امروز یگان نفر از ناپدید شدن ملزی حرف نمیزند، یک کشور بسیار خرد ضعیف با اهالی کم، ولی امروز که اقتدار دارد، دیپلماتیه دارد، علم دارد، اندیشه دارد، اقتصاد دارد، هیچ نفر از همین نقطه حرف نمیزند، طرفش زبان درازی نمیکند، برای که در اونجا دیپلماتیه وجود دارد، دانش هست، علم هست، فرهنگ هست، مخالف هست، فکری تنقیدی وجود دارد، مفکوره تنقیدی هست، تمام اندیشه ها وجود دارد و او جامعه پیشرفت میکند. و اینه که در تاجیکستان نیست. این سببش ما و شما شهروندان جمهوری تاجیکستان هستیم که حاکمیت رو مجبور نمیکنیم که در مقابلی مجبور نمیکنیم که کسانی که چی در حاکمیت هستند، در هر جا هستند، ظلم میکنند، در مقابل آزاد اندیشی اونها رو دستگیر کند و زندان کند. و اگر نمیکند ما و شما این کار بکنیم و حاکمیت سرنگون کنیم، حاکمیت جدیدی بیاریم که برای پیشرفت جامعه تاجیکستان و کشور تاجیکستان چیکار کنه، تلاش میکنند. پس راه حل ها رو گفتیم و راه حل ها دست ما و شما و مردم است. و اگر امروز شما مردم برخواستید و از یکدیگر یعنی دستگیری کردید، کمک کردید، در کنار یکدیگر ایستادید، مطمئن باشید جامعه تاجیکستان با ما خواهد بود و پیشرفت خواهد کرد. و اگر با ما نبودید و در کنار ما نایستادید، مطمئن باشید که جامعه تاجیکستان از بین میرود و هیچ نفر و هیچ شخصی در آینده تاجیکستان مستقلیت خود را نخواهد داشت و زیر فشار و ظلم ستم روس‌ها، چینی‌ها، آمریکایی‌ها و هر کشور دیگر قرار خواهد گرفت و آینده تاجیکستان آینده بسیار پست خواهد بود. برای پیشرفت، برای آزادی، استقلال کامل و پیشرفت کردن تاجیکستان، اتحاد، سرجمعی، زیرکانه اداره کردن تاجیکستان و از بین بردن هر حکومت فاسدی که وابسته دیگر کشورهاست، این یگانه راه حلی است که ما میتونیم به یک تاجیکستان پیشرفته و یک تاجیکستان موفق برسیم. دیگر وقتی شما رو نمیگیرم، شما رو به خدا میسپارم. برادر یک از پیوست شدیم، بیایم پیوست کنیم. خیلی زیاد استادن، ولی فکر نکنم که من آقای بایدلو، سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. سخنای خوب گفتی. بدبختی ما همه که باید با کمبودیای خود نگیم که این پیشوای ملت ناراحت میشود. انم یک کمبودی ما همه که ما شکایت کنیم، جناب مزش میگریزن، ناراحت میشود و او اطرافیان جناب سر ما فشار میاره که شما گپی یعنی چی گفتید و جناب ناراحت کرده. تا روزی که شخصیت پرستیم، جناب پرستیم، پیشوا پرستیم، ای پس ما زیر زمین میرسیم. وقتی یا دوران دولت ای بین برده ایستادن، هویت تاجیکی را از بین برده ایستادن، یا ملت دورند رو زنده بزنده نمیخ رو برو نمیخ میسته رو برای ملت میگن که گوش کنی، ما هم به تجاوز تو منیم، صدا بلند نکنی. مجبور در کوچه دوشنبه گشته است، میگه باید دولت برای ما کار جور کنه در اروپا. اینا تاجیکستان به پیش، چخیر به پیش. وقتی که یک شهروند تاجیکستان در داخل وطن خود آرزوی میکنه که برم در خارج کار کنم، یعنی در خود داخل خود یک توده اوباشت همه جاهایی که در آمد و برآمد دارد در داخل دولت همه را ضبط کردن گرفتند و مردم هم میگذارن که نه تاجرت نفس گرفت نمیتونه، نه پروفسورت، نه نویسندت، نه متمتیکت، نه بگیم چاواندازت، نه سگبازت، نه گورکنت، نه قورکنت. همه زیر فشار، هیچ کس صدا بلند کردن نمیتونه تا روزی که مردم انمی خیلی خودت دوربین یعنی آزاداندیش جسور نشوند. این امید از دوربینه که انشالله که ناامید نیستیم. باید از خداوند امید هست که این روزا
ما یک روز میشه که گفتیم گپو که همین باران هم طوری سری ما ببارده ما این روزا رو میبینیم انشالله. این زحمت هایی که شما میکشید و بچه های مبارز میکشن انشالله که به روزی که به مراد و مقصد ما میرسیم و این جشن یک جویه با نمی همراه نمی مردمی که زیر ظلم هستند خوز از همین حکومت ناعهده برار پشتیبانی میکنند روز میشه با یوم خیزن میگن که ما را مجبور میکردن. در حقیقت همین هست عبیدالله مردم مجبور میبرن و خدا قسم چندین معرکه و فرهنگی میگیرن جشنواره میگیرن یا که پیشوازگیری میگیرن اینا همش مردم مجبور میبرن. من اینا رو با چشم خودم دیدگیم مجبور میبرن مردم دیگر راه دیگر نداره از هر طرف فشارشون میارن. من خواهش میکنم همین مردم خیلی خواهشتون میکنم حدی اقل همین قیشر که همون نفری که از شما در حالت یگان کورت میره که اجرا کنن همون وابسته همین کارایی که همون کار شما را حل کنه یا که اجرا کنه اگر از شما رفته و پول خاص یا که یگان رشوه‌خوری خاص در روش توف کنه حدی اقل 10 نفر همین که توف کنه همین نماینده ها را که برن لطونی کنن همین رسانگی میشه شما بگن که برای رشوه‌خوری همین آدم توف کرد. ما قسم میخوریم در ملت این بچه‌های مبارز که نام شما را ما با ضرور صرف ننویسیم. هر یک عمل خورده که در درون وطن ضد همین حکومت ناعادلانه میشود این آینده در تاریخ وطن نوشته میشود. فراموش نکنید واسه ابینه تا حاضر نامش گردی زبان و برای چی؟ برای که ضد ناعادلاتی بود. این همین واقعی که سر مردم ما های سر تاجرای ما همون شب و روز سر دهقانا و سر زمیندارا همین بود حاصل نبود می اومدن مردم مجبور میکردن از 10 قاب گندمش 9 قاب گندمش هم میگرفتن یک قاب گندم میگشت او با قدی تیفلاش میخورد نمیرسون هم خاطر هم خیز جنگ کرد شهید شد. این همین خیلی فرزندای واسه ما داوود و نیست رحمانوف یا نبره رحمانوف ای کجا او قدرت پول داره که در سن سال 24 سالگیش مردی قد خداترین یا که دست به خیرترین تاجیکستان انتخاب میشه. این عبیدو در خودت همین خود چند ساله رفته عبیدو چند ساله میبخشه یک میپرسم 36 برادر گرامی همین 36 همین قدرتی را داری که یک مرسدس $160,000 بخری. البته که نه ای کجا یک نبره پرزیدنت این قدرت داره او پلیکیای کیان خیلی میگذاریم ای پرزیدنت هم میگذاریم خیلی بگذاری یک با کلونان با نه باقی مونده هاش نه سگ بچه‌هایی که در اطراف اینو هستن مردم بدارش حق تو خورده میشه و به خدا قسم حقیر وطن کونی بیزار تو میکنن یا هم حق صنعت‌های زیر زمینی یا که همون گوهرهای زیر زمینی وطن این حرومزاده ها با نام چینایی‌ها که فرزندا یا را تجاوز میکنن و نمیون میفروشن اخیر همین کونی لبلیج میمونیم وقتی که دولت معدن یا که ذخیره های زیر زمینی نداره او دولت مفلس میشه و او دولت او ملت از بین میره و بسیارتر ملت ها از بین رفتهش از ضعف بدن اقتصادیات همون خاطر مردم بدوش کوشش غیرت کنه نترسه هیچ نترسه اوخی نمیکشن تو کشتن تولی اوخی مرد برنامه اکای سهراب رفت شیشت اکای عزت ما رفت دلیر امام علی رفت شیشت ذوق بیگ شیشت خوارق و فرزانه رفت شیشت این محمد رضا اسکندر رو 23 سال شیشت سرخم نکرد. چون این اشخاص ها بسیارن چندین نفر از بچه های حزب هستن در درون زندان که 20 سالی و 30 سالی در زندانن همیان مردن همیان انسانن همیان هم آزادیشون میفراخند که برای ملت برای من کشیدن خستن گپ زدن زندانی شدن به همون خاطر برادر زندانی را تنها نگذاره در فکرشو باشه در حقشو دعا کنه کمکشو کنه کوشش غیرت کنه یک حرکت کنیم که این حکومت از بین بریم برای که وقتی حوضی رسید است که حکومت‌های دیکتاتوری دوران آهسته از بین رفته ایستادن. ما همه کوشش کردیم در همین دوامات هم یعنی گفته گفت قفانه بسیم همینجا باید کاربار کنیم یک گونه نشون بدیم جماعت دنیا جهانی را که همین آدم 34 سال شده است ما را دروغ میگه همین برها از نام ما تروریست نام میبره ما را در دنیا در بدر رو سیاه کردگی در هر یک دولتی که کدام دولت برای منفعت خود سیاستمدار
یک کورر میخواه استفاده برای کارهای تروریستی را یک توجیک حتما در اوجا میوره کوش میکنه برای که همه که ما پیشواش میگیم همه ما را در دنیا در بین سازمان ملل متحد یا که در همون منبرهای بلند میبره میگه تروریست ها ما را تروریست معرفی کردی این همی عبیدالله همین خطا دیلو جنایت هوی کردن چیه تروریسم اکستریمیسم قسم 307 همون در گروه افراطی افراطی این همین افراطی خودش همون آدمای همون تروریست خودش افراطی میشه هم معنی را میکنه یعنی به عربی هم به هر حساب اینا ببینه بچه‌ها اینا مونی همو را ان شاء الله که مورا خدا نصیب کرد ما افتخار میکنیم که مورا تروریسم اکستریمیسم افراطی مو میگه ما افتخار میکنیم برای که همین خیلی ما ملت وطن و دوست می‌داریم یگان نفر یا دوست نمی‌داریم همین خیلی که ما برای وطن قربانی کشیدیم که دیگه از بدر به وطن شدیم ما که شده میکنیم که صدا ما خاموش نمیکنیم تا روزی که در گلومو نمیخواد تا قطره اخیرانی که خون در بدن وجود داره میره و اول شما مزه همین مبارز بدن نمیفهمی مزه زیدی یک حکومت عادلانه را به خدا قسم از اصل شیرین است از دنیا بهتر است این همی هیچ دیگه نمیفورد خودت نمیخواد غیرت اخته میبینی هم رنگ مرد برای خواب میکنی برای که تزدید یک حکومت ظالم داری گپ میزنی با هم خاطر هر یک نفر باید گپ زنه مهاجرا از آن جمله شما از این پس روزی خوب نداره خود اومده پدرات اومد مهاجر شده بعد پدرات خود اومده مهاجر شده والله قسم حوزی فرزندات رو میبینم که مهاجر شده ایستادن فرزنداتو این هم یک کارتو 33 سال شد یا این نفر در فقط در اکران یا که در همو تلویزیون تو میبینه همین رحمانوفه با خدا ای گپوش بزار شدیم نمیفهمیم که چهره شبینیم خداوند نابودش کنه عبیدالله زنده باشه برادر دیگه یگان گپ دیگه باعث پس برم یکی فوش ندیم و قرات نکنیم زنده و سلامت برای عزیز ان شاء الله موفقیت برادر بخیر زنده و سلامت باشه زنده و سلامت باشه تشکر از برادری که پیوست شدن فکر نظر خود رو بیان داشتن بکنن فکرهای جالب امیدوارم که دیگه برادرها رو در برنامه بعدی پیوست میشن فکر نظر خود رو بیان می‌دارن و برادرها تلاش لایک بیشتر بگذارن کامنت بیشتر بنویسین تو بیننده برنامه بیشتر شود این برنامه بسیار زیاد است چیزایی که در اینجا ذکر کرده میشه گفته میشود من شکایت‌های زیادی شما را میشنوم که به هیچ مسئله شکایت میکنید که من در سطح بالاتر صحبت میکنم زبان یا اینکه ادبی صحبت میکنم کتابی صحبت میکنم شما نمیتونید فکر نظر خود رو بیان بدارید اما برادران گرامی شما میتونید در هر مسئله‌ای که توانایی دارید صحبت کنید مهم نیست که شما بدارید حتما اون طریقی که ما صحبت میکنیم شما همون طریق صحبت کنید شما بدروید همون موضوعی را که میخواهید در به همون سطحی که میخواهید بیان بدارید مهم نیست که شما حتما با من در اومدید حتما باید کتابی صحبت کنید نه برادران گرامی میتونید آزاد آرام و در اون سطحی که میتونید صحبت کنید این چیز بسیار عادی است سلام علیکم برادر من بفرمایید دوستی گرامی سلام علیکم اکای عبیدالله و علیکم السلام برادر بفرمایید دوستی گرامی سوال می‌دم امی اکای عبدالرحمن سلیمان خوب هستن اینجا هستن اکای کدوم عبدالرحمن نفهمیدم عبدالرحمن نولنا سلیمان من راستی با یکان کسی از هر این نفر ارتباط ندارم یعنی صحبت نمیکنم اونا جوانترن از ما و ارتباط نداریم با اونا ما اکای نیم پرسیدم گفتم اونا در بعد اونا در کشور آلمان من در انگلیس هم ما از هم دیگر خیلی دور زندگی میکنیم به خاطر فهمم سلامت باشی اکای زنده و سلامت باشی سلامت باشی خب تشکر برادران گرامی برنامه را دیگر هر صورت خاتمه میبخشیم یک نیم ساعت میشه در بخش مستقیم و امیدوارم که در برنامه بعدی پیوست میشین فکر نظر خود رو بیان بدارین و صحبت میکنیم بسیار مهم بود این برنامه مخصوصا برای من اصلا می‌خواستم چند هفته پیش این برنامه را پیش ببریم ولی خداوند وقت فرصت گذاشت یک هفته پیش و برگشته برنامه را موضوع را تماشا کنین نقطه‌ای ذکر کردیم گوش کنین شاید یکم بار نفهمین دفعه دیگه میفهمین سوم بار میفهمین و این مسئله بسیار مهم است که ما و شما باید بفهمیم که چرا ما پیشرفت نمیکنیم سبب پیشرفت ما چی است ما قدر تلاش میکنیم آخر میایم در یک ذلت قرار میگیریم و به اساس همین هر یک چیز ریشه دارد و اگر شما برنامه را خوب گوش کنید میفهمید که
سبب‌های پیشرفت نکردن تاجیکستان در چی است و چرا اون پیشرفت نمیکنه. و همین خاطر اینا رو تماشا کنید و عاقبت خواهید فهمید که یگانه راه و رشد ما این همبستگی ماست، رفتن به راهی درست و بودن در کنار هر کسی که علم، دانش و توانایی راهی مبارزه را دارد. و اگر ما این گونه شخص بدیم مطمئن باشید که تاجیکستان را تغییر خواهیم داد، جامعه را تغییر خواهیم داد و پیشرفت خواهیم بود. به همین اساس به همین خاطر باید برنامه را بیشتر و بیشتر گوش کنیم. سلام نوشتن کسی بفرمایید دوست گرامی. سلام علیکم. و علیکم السلام. تشکر، زنده باشین. فرمایید. درباره چی صحبت کردیم ما دیگه؟ نه حوزه موضوع برنامه اصلا چرا تاجیکستان یا که تاجیکستانیان ناموفقند، اصلی موضوع همین است. سبب‌هاش در چی می‌بینید؟ با فکر شما. من گفتم دیگر تقریبا 7 نقطه را که زیر هر 7 نقطه 3 نقطه دیگر موجود بود. یعنی میتونین همه اینو را از اولی برنامه، یعنی تو 1 ساعت ما در این موضوع صحبت کردم. اونجا ان شاء الله دوباره گوش کنین نفهمین. میتونید مقصد که 2-3 تا پروش را بگین و اصولش میگه صحبت ممکن تر و گرم شود. یکی از اساساش این حکومت متمرکزی به جوابگو، یعنی به پاسخگو در تمام مسئله ها است. یکم. دوم مسئله معارف ضعیف و وابسته. سوم مسئله فساد در اقتصاد کشور. 3 نقطه. یکم فساد میگن. فساد در کی ساز میکنن؟ فساد این وابستگی دارد، یعنی حاکمیت فراهم میسازد و مردم فساد میدهند. با فکر شما در روسیه کروپسیا هست؟ همین فساد شما ایتا پاوشایت نویرم کروپسیا ده؟ کروپسیا در روسیه هم هست، در تاجیکستان هم هست، در همه جاست هست. کروپسیا هست. این شما را ابیش پریمیر بیارم که این وطندارای خمون کو قریب 90% کروپسیا را در مسکو خشونسوز کردگی هم. در حالتی که 100% دکومنتشون باشه همین سری پاورو در لوگوی ملی سامان کنه و جای دکومنتش یا 3000 یا 5000 میمونه کروپسیا. انا وقتی که تو وطندارای خمون قانون نمیدونند، یک وقتی که قانون زبان تاجیکی خمون نمیدونند، هم تاجیکستان قانونی هسته. وقتی که لوگوی گایی مان کرد، وقتی که در حالتی که هیچ میگن دکومنت های ماشینش همش 100% در بین نهایت 10 سوم میمونن. اتشتوز نشه. کروپسیا را یگان وقت کروپسیا اگر بفراتون که قانون سعیبان روا مردم باید چود که گوشت که چی میگن با قانون خودشات مطابقت کنن. یعنی که روسا خودشون فساد نمیتین؟ چی فساد نمیتین؟ نه فساد میتین، نه کم ایوخی گفتم کو. وقتی که ما میگیم که روسا خودشون فساد میتین یعنی سیستم فساد زده است. خود نگاه که من یک مسئله رو برات مثال میگم. وقتی که مالزیا میخواد فساد مبارزه ببره، چون جامعه اسلامی و یا اینکه کل همین آسیای میانه مسئله فرهنگشون این فسادی است، یعنی تقبوزی، فسادبازی، مسئله یک مسئله جزئی مردم شدگی است، جزئی جامعه شدگی است، همچنین یک قسمتی از جامعه است و این زندگی میکنه. مالزیا به همین مبارزه طول تقریبا 10 سال با کمک بریتانیا از بریتانیا استفاده کرد و در 10 سال تا 15 سال کل فساد جامعه را و همین مریضی را از داخل مردمش بیرون کرد. امروز در مالزیا یگان نفر فساد نمیتید، مردم نمیتید، نه حکومت میگیره. مالزیا در مستعمره کی بود؟ چی بود؟ در مستعمره کدام دولت بود مالزیا؟ مستعمره انگلیس بود، بریتانیای کبیر. کدام سال برآمد؟ برمدن ندارد، یعنی برمدنش جدید برمد، ولی تو زمانی که در همون مستعمره بود با فساد مبارزه بود، از بریتانیا را استفاده بود، اقتصادش رو بلند کرد، توانی فکری و اندیشمندی مردمش رو بالا بود. بعداً
مستقل یعنی مستقل بود در کاغذ همین که ما در تاجیکستان امروز مستقلیم ولی اونها چیکار کردن پیشرفتن. مسئله اون نیست، مسئله مریضی جامعه است. وقتی تو میگوی این ربط دارد به جامعه، من مثال میارم مالزیا توانست با مبارزه فساد از بین بردن فساد در جامعه پیروز بشود، یعنی حاکمیت امکانیت فراهم کردن مثال. بازم مثال میگیرم وقتی که من تو مثلا من در یک جا کار میکنم گفتم میگم که برادر برای من 5000 تو بیام جا کار کن، یا اینی که تو چگونه من اگر همین یا که خودت برای من پیشنهاد میکنی من 5000 میتونم در اونجا وابسته شم، من اگر هم یک مسلمان بگم که نه برادر این چیز برای من حرام است، دین من چیز من کرده است، قانون چیز من کرده است، من واسطه میشم ترا میشناسم شناسم میکنم برای کار که ولی پد من لازم نیست. تو هرگز پشیمون میشی میگی خیلی بله درست میگی تشکر میکنی پل نمیگیری پل نمیتی. یعنی این وابستگی تنها از یک طرف نداره، طرف حاکمیت بیشتر مسئولیت است، چون تو فرد پیشنهاد او در حاکمیت او از جیب من تو معاش میگیره، او خودی من است، خدمتگاری من است. خدمتگار حق نداره از من تو فساد بگیرد. من یه مثال دیگه بود میزنم خودت مثلا مثال میگم در خونه یک نفر میوری که خونه تا تعمیر کنه، مثلا حمامت ویران است، یک نفر میوری اون نفر میوید در خونه ایتونه میسوزه اما حمام ایتونه میسوزه، تو معاش میتی برای او، آیا همون جای تره بعد بسوزه بود تو معاش فساد براش میتی؟ نه اوکی او خدمتگاری تو خدمتگار تا چقدر معاش میشی؟ این نفری که در حکومت کار میکنه او خدمتگار مردم است. مسئله او این وزارت کارهای داخلی تنها با کار داخلی کشور چیکار میکند؟ کار میکند. یکی از فلسفه تدبیر ملیسه، سازش ملیسه این چیکار کردن؟ به نظم درآوردن جامعه و نظارت کردن او است. تو نظارت کردن تو از کجا پلت میوید؟ مردم به خلق جمع میشه و اقتصاد میسازه، او از همون اقتصاد پل میگیره و همون را برد میگه و مردم خدمتش میکنه. و اگر کارکنی دولت فساد گرفت این مردم دیگر گناهکار کرده در اینجا نمیشوه، چون او کارمند است، او نباید بگیره، چون او از جیب من پل میگیره. وقتی که من میتیم یا که تو فساد میتی در اینجا گناهی تو و بین خدا تو نزد خدا جواب میتی، یا اینه که او کارمند ملیسه است تو شکایت میکنه میبرد تو فساد دادی، تو پاره دادی، تو میبرد زندان میکنه به خاطر که تو چیکار کردی؟ پاره پیشنهاد کردی. و اگر او این کار نکرد بازم به مسئولیت خودش خیانت کرده است، مسئولیت دولتیش نباید این کار میکرد، باید ترا بر عوض اینه که تو پیشنهاد کردی میبر زندان میکرد. پس جامعه و مردم در این مسئله نمیشه گناهکار کرد، حاکمیت فقط گناهکار است در فساد. اصلا من نمیدونم نه که همو وزارت همون چی میگن کارمندان میلیشه میگن کسایی که عموما حقوق میگن هوای کدام مکتبا را ختم کردن، کدام دانشگاه را ختم کردن، همون دانشگاهی که موت داو خونده گفت که چی میگن مینی اخوان خود دیگه میزنه. میدونید شما میگن که خودی در تاجیکستان توهای معارف سسته، ایش سسته، مکتبش سسته، فهمیدید حتی فکرونای اخلیشون فکرونای پیشرفتشون کمتر سسته. فهمیدین انا وقتی که همون کارمندا ای همون مکتب گذاشته باشن چه با اورونی کمتر بالاتر میبرویان. شما ایران با اینو باید بگیرین اخی در حالتی که حاجیما با 3% میگم که در این نتیجه تو همین لوگوی قسم گپ بزنم تو در این نتیجه پروست تک بازخ گپ زده رفت در تاجیکستان در لوگوی جو اقلا همین 2 سانتیمتر هم باشه نمی میلیمتر هم باشه دست برس اون گفتی گپ چی میگن رفت در اخی دوستی گرامی نه مثلا شو حکیم دکتری علوم سیاسی دکتری علوم سیاسی حقوقی تقریبا 5 سال دانشگاه خونده است، 2 سال ماجستراتور خونده است، 2 سال دیگه دکتری خونده است، یعنی تقریبا 9 سال تا 15 سال بعد 9 سال یا 10 سال بعد از دانشگاه فقط درس خونده است. بعد از مکتب باز 10 سال 11 سال دیگه در مکتب. حالا فکر که 20 چند سال یا 30 سال فقط عمرش در خواندن گذشته است. او انسان امروز به اساس اون چیزی که خب گویا که نمیفهمم یعنی موین یک حزب بردن زندانش کردن، ولی پیش از اون که زندانش کردن همون انسان کتاب‌های درسی صنف 6 7 حقوقی تاجیکستان همون اشتگی است بازم
با علاوه همه این در کجای کار میرفت کارش نمیگرفتن با همون قدر علم داشتنش در تاجیکستان. وقتی که طرف کارت نمیگیرن با این قدر دوروی علم در دنیا که چون فکری سیاسی است، یعنی تو منتقد همین حکومتی چگونه خود دوز از ما طلب میکنی برای در تاجیکستان کار کرد وقتی که عالم دانشمند میره زندان میشه. این یعنی مثالش یکی از نویسندگان برجسته تاجیکستان عبدالقادر است، بسیار نویسنده بزرگ تاجیکستان است، دهها کتاب‌های ادبی و علمی را به زبان تاجیکی باز ترجمه کردگی است، هزارها مقاله علمی است. او فقط تحریرگر کتابی یکی از مدیران بیمارستان ابن سینا، بیمارستان سینا یا چیزش میگفتن همون بیمارستان بود، فقط تحریر کرده بود همون کتاب، بردن به خاطر تحریر همون کتاب زندانش کردن به 8 سال. او آموزگار، دانشمند، یک کسی که فخر این ملت و این کشور است. من چگونه باید برم در چنین یک حاکمیت مثلا بتوانم کار کنم و فکر کنم که میشود وقتی چنین انسان ما اینم قدر فهمو هم گفتین ما اینم قدر چی میگم که در حالتی که شما اگر ذره وطن دوست دارین فهمیدین گفتم میگم مهری وطن باشه چیزی باشه نباشه باید در وطن رفته گفت که همون ذره هم باشد همون حصه اختانه گذارید پروسا مینین MFC اون حصه خود گذاشتن تو فکر میکنیم تو امروز نگذاشتم. همین حصه که از من تو پول رو میکنه به تاجیکستان میدونه که همین یک حصه گذاری است. یا مینوت حاجی هو اینه هوش سطوی اینا گفتین که سومروی کردین اینا پریمرنا پریویلیجیتی ها به فی تاجیکستان قریب 50-60% ای درآمدی مهاجرای ها بله یک tak اما خیلی خب 40% بله اینا میشه سمورا او اینا میشه سمورا خیلی پوست وطنم گیرید اما چی این پر داریم گپ همی است که ما انجام داده شدیم یعنی درآمدی یمینو فهمیدم ها خودت میگو که برای حساب گذاری اگر حساب گذاری یا منفعت گذاری در یک کشور باشد مثلا ما عینی حال همچون یک شهروند انجام داده شدیم این کارا خودت با مادر و پدرت خانواده‌ات همسرت نمیفهم نزدیکات پول رواد میکنی و ما هم از جمله همین کارا میکنیم یعنی هر ما در تاجیکستان در اقتصاد کمک میرسونیم چون اقتصاد کشور چگونه پیش میرود چیزی که واردات میآید و صادرات نمیره یعنی وارد میشود پول میآید زیاد و پول نمیرود وقتی که تو بیشتر پول میآید و پول نمیرود کشور اقتصادش میرود بالا و ما کارمون انجام داده شدیم آیا این پول چگونه در تاجیکستان باقی میمونه و بیرون نمیره این مسئله حکومت است دیگه حکومت باید این پول در داخل تاجیکستان نگه بداره چگونه نگهش میداره از کدام طریق نگهش میداره بیرونش نمیرفته این کار او است ولی ما میبینیم که در طول 30 چند سال اخیر حکومت امام رحمانوف توانایی نگه داشتن همین پول در داخل نداره نمونه ازبکستان توانایی مثال وقتی که نتوانست فهمیدم پول در داخل تاجیکستان نمیسته میبروید یعنی صادر میشود میرود اگر همین پول صادر میشود بیکار میرود بیفایده پس ضرر شد باید حکومت باید جبرانش او بکنه باید او راهش پیدا بکنه من نمیتونم مثلا در دیپلمات یا ازبکستان اشتراک کنه وقتی که حکومت دیپلمات یا وزارت خارجه وجود داره اونها تصمیم میگیرن که ما باید چگونه و چی چیزها رو از ازبکستان وارد بکنیم او نقشه میکشه نقشه گذار او است من نیستم پس هم گفتن توری درست انا که با کدام سبب برام میبروی همیسون یکم دوم دانی من پوزیسیای ما در ایمینا سنترالی آجا ای همون سوستای اجیاتی وینی یک هیکدین در حالتی که یگان دولت با چی خودش باشدگی نیستای همه اینوسترو کردن اروپای وست اروپا را همه امریکایی در جنگ دوم جهان در اروپا میلیاردها قرض دادگی است فهمیدین در حالتی که حاجی دنی من امریکا در پایگاه‌های نظامیش در تمام اروپا و خاورمیانه داره فهمیدین از این سرتا سخت دیگه این ای دولت‌هایی که عملاً در اینجا اینوستر میآیند سومشون میزنند گفتی اپا ایمپورت این پریمرنا چی
این ایمپورت میکنه عربستان خاور میانه، ایران، نفت، گاز. ما یگان چی نداریم. ببینید ما این ما یمینود سبب های این ازبکستان و سطحی گفت یافو بالاتر برآمدن سببش به چیه؟ سببش به ولومن نفت داره و پرویخ و فتری سمرقند و بخارا. ای همون سال وقتی که کاغذ از بالا سیسر ای همون سال جنگی внутренней войны вообще نبود. کاغ نیکاغ هیچ نباشه. انا می جاهای تاریخی میلیون ها دلار هر سال ای انا سال 1990 استثار کرده گفت یا دههای درآمد میوره. در ما یگان چی نیست. میدید پسید 3 سال که در ما ولومن توریستا میان. نه نیچ من یاساس وقت ایمینا فهمیدین اجوای تاریخی. نه برادر گرامی این حرف شما اشتباه است. کاملا اشتباه است. تمامی ببین ما وقتی که اقتصاد استقلال به دست آوردیم نداشتیم مثلا گسین سنگتوده آلومین زواد و چندین چیزایی که از شوروی به ما میراث موند اونها را فایده مفادش رو بروسیه نتیم بگیم نه ما استقلال به دست آوردیم و ما این چیزا را نمیتیم شما دیگه ما این چیز داخلی وطنی ماست و در همینجا کار کرد میشه و این مال ماست و مفاد و فایده بهش کرده در حالی که چندین فایزی همین درآمد از زمینا میره روسیه. یک مسئله ما دهات از شرکت‌های بونفوز داشتیم در تاجیکستان بعد از شوروی. همون دهات کی بود من نمیدونم اینو نگاه کن. یعنی پیش دستونده. همه اینها خشتواری کرده شده فروخته شدن و وقتی که فروخته شدن از بین رفت. این دی مسئله سوم مسئله تجارت‌هایی که تاجرایی که می‌خواستن یگان کار برای این کشور این ملت بکنن. مثال عادیش امید 88 عمر خواتف سیدف ده تاجر دیگه که برای همین گونه سرمایه گذارا را از خارج آوردن پول خود را به داخل آوردن و رفتن تلاش کردن از بیرون آدم بیارن در داخل تاجیکستان اقتصاد نگه بدارن بازرگانی چیکار کنن بهتر بسازن ولی اینها کجا رفتن داراییشو از دست دادن زندان شدن. مسئله چهارم جامعه ما اقتصادش چگونه کار میکنه که ما صادرات بکنیم. وقتی که ما میبینیم که در تاجیکستان امروز ما برق داریم، در تاجیکستان امروز ما طلا داریم، در تاجیکستان ما این معدن کمر داریم، در تاجیکستان ما ده ها معدن های گوناگون داریم که ما میتونیم تاجیکستان را بهترین و پیشرفته ترین کشور بکنیم. این معدن ها چگونه کار کرد میشوند ایش کاری حکومت است. بتونه یه لحظه صبر کنید. این کاری حکومت است. حکومتی است که بتونه همین کشورهای خارجی دانشمندای خارجی را چیکار کنه جلب کنه. مثال عادیش میگیرم وقتی که دانشجو ساخته میشه یا یکی تو میخوای در یک مسئله علم را یا که پیشرفت در جامعه بیاری میره از پول مردم $10,000 $20,000 $100,000 یک خارجی را معاش میتی میگیری میاری به داخل کشور تا میگه همین کارا در جامعه در داخل وطن ما برای ما باموز بکن اون میکنه یا میره 50 تا معلم و آموزگار برجسته را از کشورهای خارجی با معاش بیشتر میگیری میور یک دانشگاه میسازی و میگه این همیشه همین مردم میره درس بخونه. این یک مسئله دومش دیپلماتیه. وقتی علم دانشمند وجود داره مثال میگیریم با ازبکستان وقتی که سرمایه شرطنامه بستی مرزها رو از بین برداشتی بازار آزاد گذاشتی تو باید نگاه کنی که پیش از اون که آزاد میگذاری چی چیز برای دادن داری چی چیز برای گرفتن داری یا چی چیز برای صادرات داری چی چیز برای واردات داری. آیا تو میتونی رقابت به همین کشور که تو اجازت میدی تو باید نقشه 5 ساله 10 ساله و کم 50 ساله نقشه بکشی که در روند همین دودگریف تو اقتصاد ضربه نخوره. وقتی تو نداری نباید این کارا بکنی. وقتی تاجیکستان حکومتش دیپلمات ضعیف داره و نمیتونه دودگریف بکنه این وابسته میگیره که در همه سوال شکست بخوره. نمیتونه با ازبکستان در دیپلمات برای صادرات و واردات گفتگو کنه. نمیتواند یک عالم دانشمند نمیتواند یک دانشگاه بسازد که از خارج آموزگار برجسته را بیارد و کادر بسازد. یعنی این وابسته به حاکمیت است، وابسته به من همچون شخص به خودت همچون شهروند نیست، وابسته به حاکمیت است. تنها در یک چیز ما گناهگاریم مردم جامعه
اینه که ما مجبور نمیکنیم حکومت و از بین نمیبریم حکومت فاسده تو اینه که یک حکومت مردمی عملی بگردونه. یعنی اینجا ضعف ما است، در غیر این صورت ما ضعف نداریم. ضعف در همین صورت میگیم نده عبرتک باید ای بین بریم همه خیلی حکومت باید از بین برده شود. حکومت فاسد است. حکومت فاسد، حکومت غاصب به هیچ وجه اصلاح نمی شود. مثلا اگر همینجا دست چلیک ببره مجبوری که ببریش. اگر پسیده را دیگه ساخته نمی شود او باید از بین بره. همین درخت اگر که ریشش پسید بود دیگه میپسه. ما حکومت ما از ریشه پسیدگی حکومت خراب شدگی است. تغییر حکومت یگانه راه پیشرفت تاجیکستان است. در غیر صورت حکومت ثبات نداره. نمیشه دیگه امکان نداره. گفتون گفتن خلاصه حاجی انا که گفت گوش کنین در همین مدت 30 سال بعدی کدام سال امریکایی افغانستان رفتن همین به سر قدرت 2012 بود 20 بود ها 2021 ها تو همین سال این مثلا سال 979 980 روسیایی ها در اومدن تو کدام سال ابراد افغانستان در اومدن امریکایی ها کلی در اومدن افغانستان 2001 در اومدن برای چی در همینجا نبود یگان تا چی میگن یک لیدر در افغانستان همین نرسید در این افغانستان چی نرسید یک لیدری که فعالیت کنه این چی را این پریمیر وقتی که جنگ موتونی جنگ شهروندی دمو بود یامین این مسئله این به ما ربط ندارد. مسئله افغانستان مسئله پیچیده است. از مسئله افغانستان مسئله جنگ بین ابوالقدرت هاست که در اون طرف طالبان و امریکایی ها کمک میکردن و در این طرف احمد شاه مسعود روسیه کمک میکرد تو اینجا بین یکدیگر یک جنگ شهروندی به وجود بیاید بین این دو نفر این دو گروه با هم دیگر پشتونها و تاجیکو در افغانستان بجنگن. افغانستان از تاجیکستان فرق میکنه چون در افغانستان قوم های یعنی تاجیک و قوم پشتون دو ابوالقدرترین قومند و اینو بین یکدیگر قدرت تقسیم میکنن. اگر قدرت تقسیم نشید اینو بین یکدیگر میجنگن. نه ایش پایان نه اوش پایان میاد. اینجا گپ در لیدری نمیره. در افغانستان لیدر بدن امکان نداره چون یک قوم طرف قبول میکنه یک قوم دیگه. کدام وقت احمد شاه مسعود مثلا افغان ها یا اینکه پشتون ها قبول کردن کدام وقت یگان وقت در کدام وقت مثلا ملا عمر را مثلا تاجیک ها قبول کردن هیچ وقتی. یعنی اینجا فرق میکنن. ما تاجیکستان نظر به افغانستان ما فرق میکنه. فرقیت ما دور است که در تاجیکستان رقابت دو ملت تقریبا از بین میره و وجود نداره به خاطر که ما ملت دیگه ما در تاجیکستان کمتر است. اگر این حد زیاد باشن 1 میلیون یا 1,200,000 همین ازبک‌ها هستند دیگه ملت در تاجیکستان تقریبا نیست. ما همه تاجیکیم. در افغانستان فرق میکنند و این خاطر سیاست اوجر با سیاست ما نمیشود مقایسه کرد. این غیر مقایسه است. شما هم مثلا میدونید نه همشهر آبادی باشه آرومی میشود فهمیدی نه آبادی همین آرومی باشه آبادی میشود آرومی چی باشه؟ آرومی باشد آبادی می شود. آرومی ایگه دروغ است. مثلا حاجی در افغانستان اصلا جنگ نیست کو بودی تمام جنگ نداره افغانستان. مثلا اون روز یک نوار ما در بازار افغانستان تماشا کردم مردم شکایت میکنند میگن همون جنگ بهتر بود که حد امکان پول در بازارها بود. عین حال ما اینجا عربکشان میگن ما عین حال در روزش 10 پول ما افغانی کار میکنن نداریم. ابو میگه آرومی هست ولی کار نیست پول نیست در مغازه. گپ در آرومی نمیره. این حرفی خودت این حرفی دیگه تا چی میکنم تو میگو گپ در آرومی های آرومی که باشه میگو که کار آرومی هست در افغانستان. در افغانستان اگر حوز در یک جای ترکیش شوی کشته شه طالبو در همونجا کیور سکون میروند همین انسان از جزا میتین. یعنی در تمام افغانستان امروز حکومت طالبان حاکمیت دارن امنیت کاملا وجود داره. چرا پیشرفت نمیکنه؟ این حرف دروغ است. این حرف بچه حاجی یک مینوت او شما با کدوم نمیدونم همه عموما سمیه خود مونده ما بولیمنی در مدت 5 سال وقتی که ما سوهای فینانس نمیدونیم فهمیدی در همین بعضی ها میزنن 20 سال یک خونه خریدن نمیتونن خیلی کردین. خب
بعضی ها در 1 میلیون روبل میوان کجا ترتیب میکنن در دوم ها بینی که میلیونش نیست شید. همینه وقتی که در سوهای اقتصاد تو نمیدونی که در کجا سوم تا پارتویی که کم تر بیایا اما نه افغانستان نه 5 سال شده مونه نهایت چی میگن کم تر کلون شباخی نه 5 ساله بوده که بگه جنگ با ایران تاجیکستان حاجی سوی یک لحظه گوش کن. همین علمان در مدت 5 سال دوم جهانی که خاتمه یافت، طرفش که این با دو طرف تقسیم بود، طرفش که زیر نظارت امریکا بود، در یک مدت خیلی کوتاه بسیار پیشرفت کرد. گپ دستری از اون نمیرود که 5 سال 1 سال گپ دستری معینه شهر میرود، معینه شهر حاجی گپ دستری معینه شهر میرود. گپ دستری از اون حکمیت در دست مردم باشه، نه در دست یک گروه خاص و مردم خودش رو جزئی حکمیت بدونن. یعنی اعتماد به حکمیت وجود داشته باشه. وقتی که اعتماد به حکمیت وجود داره، جامعه پیشرفت میکنه. چون حکمیت که مردمی باشه، او جزء مردم است و به مردم بدی نمیخواه و مردم او را نظارت میکنن و به همین خاطر جامعه پیشرفت میکنه. امروز گروه طالبان یک گروه زورگرا و حکمیت غصب کردگی است. یعنی میگه که یا من یا کسی دیگه نه، یا من قبول میکنه یا هیچ کس در این حکمیت نخواهد بود و این گونه حکمیت مردمی بده نمیتواند. اونو غصب کردن حکمیت و همین گونه در تاجیکستان امروز حکمیت غصب شده است. اگر افغانستان 100 سال هم روه شاید پیشرفت کمی بکنه، ولی هیچ وقت پیشرفته که یک کشور پیشرفته در یک مدت کوتاه در 5 سال 10 سال به دست میاره به دست آورد نمیتونه. حکومت غاصب هیچ وقت کار کردن نمیکنه. مثل که یک حکومت پادشاهی یک زمان پیشرفت میکنه، یک زمانی نمیکنه. به خاطر چه یک زمان شاید یک فرزند یا تشمیه یا شوهر دیگر جزیرباد میکنه مرا. به همین خاطر چون اینا غاصبن، اینا یک وظیفه را یک کس با هم یک کس باید باشه. اگر حکومت مردمی بود تغییر پیدا میکنه، چون مردم جزء حکومت خود رو میشمارن و به حکومت کمک میکنن. تو توانایی تا در حدی اکثر استفاده میکنی. چند قید داری؟ مثلا عادی را میگیرم. وقتی ترکیه بعد که اردوغان به سر قدرت اومد، واقعا مردمی بود اردوغان در اول، عین حال نه او زمان و مردم واقعا با تمام چی دارایی که داشتن اووردن در اقتصاد ترکیه گذاشتن. در خونه شو چی دارایی پرت افتاد و در یک مدت کوتاه تقریبا در 10 کشور 20 کشور بهترین اقتصاد جهان شامل شد. به خاطر چی؟ به خاطر که مردمش 12 ساعت می ایستاد کار میکرد و هم داراییش هم میگذاشت. ولی وقتی که حکومت برعکس همین حکومت ترکیه به مردم فشار آورد و ظلم کرد، بعد از انتخابات مثلا آورد به سوی دروغ برکشون، شفاف نبود و مردم چیکار کردن؟ مردم برعکس داراییشون جمع کردن و امروز حکومت ترکیه به دهن زد. یکی از اساسهای پیشرفت ساختار مردم سالاری است، چی او اسلامی باشه چی غیر اسلامی باشه، چی دموکرات باشه چی کمونیسم باشه. اگر اون مردمی بود او پیشرفت میکنه و اگر مردمی نبود او از بین میروه. ترکیه رو مثال آوردیم، مردم از کنارش گرفت، امروز کاسب شده از رفت از ترکیه گفته نه؟ ترکیه چه خیلی واسه اینو میگه بگاتی شید ها؟ ایروی که ثروتمندش یکی هست مردمش حاجی یا مینو بعدی سال 1960 همین تاریخ ترکیه را که اینمی پولدار شدگی ترکیه را پولیسای ما بولیمنی خوندگی وقتی که سال 1960 ایمینه بعد جنگ دوم جهان بعد که امریکایی‌ها در اروپا پولنسی اینوستیرات میکردن برای که اروپا وقتی که گشتم موندگی بود، وقتی که بسری پول اروپا بگیم به خوگ یکسان بود و یا بولیمنی طرف کمونیسم میرفتن. نمیخواست امریکا اروپایی ها روید طرف روسیگی های و امریکایی ها یا چی کرد؟ اینوستیرات کرد. ای سال 1960 کرده پول ترکو در گرمانیا ایتالیا این امجاده 12 ساعتی 14 ساعتی کار میکردن.
دوست گرامی اما که مینتالیتیتی یامینو حرف منطق نداره. چرا تا زمان اردوغان به سر قدرت آمدن اقتصادی کشوری ترکیه پیش نرفت؟ چرا بهترین کشوری در جهان یعنی در اقتصاد 20 وارد نشد؟ این مسئله دروغ است. کدام سال بود آغاز شد، یعنی پیشرفت ترکیه سال 2001 آغاز شد. ببین وقتی که ما یک مسئله وقتی می‌آموزیم ما می‌بینیم که کشور فقط پیشرفت می‌کنه درس با اون اساسی که اعتماد به حاکمیت، یعنی اعتماد مردم به حاکمیت وجود داشته باشه. اگر اعتماد مردم به حاکمیت نبود هیچ وقت جامعه پیشرفت نمی‌کنه. مثال عادی میگیریم، اگر حاضر رحمانو به مردم رویا بگه که این ولی رحمانوف که ای مردم من نیاز به شما دارم که در یک روز 12 ساعت یک شنبه است تعطیلی نه، برای بهتر کردن اقتصاد کشور ما باید 5 سال این گونه کار کنیم و تمام داراییتون از خارج چه بیاره. یا لحظه گوش کنید، تمام داراییتون بگیره بیایید در این داخل وطن کار کنید، اقتصاد پیش بریم. آیا مردم برمیگردن؟ آیا مردمی مهاجر برمیگردن در داخل همون داراییش استفاده میکنه کار میکنه؟ آیا رحیم غرمی تمام مغازه‌اش همه فروشه تاجیکستان بلش همه بره؟ آیا ده ها دورنده دیگه که در امریکا است در اروپا است نه میروند به خاطر که اعتماد به حاکمیت وجود نداره. اگر مثال میگیریم این حکومت تغییر پیدا کنه، یک حکومت نو بیاد که مردم انتخابش کرده باشه، من برات قول میتیم 1000% برات باوری میکنم که اگر همین حکومت مردمی یک بار صدا بزنه مردم دویده کار میکنه، به خاطر که اعتماد میکنه. ببین اقتصاد قرقیزستان هر سال در حالت افزودن است، یعنی بالا هواپیماهای قرقیزستان تقریبا 50% از تاجیکستان نظر به تاجیکستان ارزانتر است. اینترنت قرقیزستان 50% ارزان و بالاتر از تاجیکستان است، هم صفتش هم ارزشش است. تمام این چیزها بر اساس چی میآید؟ قرقیزها مهاجرتشون 10 برابر تاجیکستان از در روسیه از تاجیک‌ها کمتر هستند. صفت و سطح زندگی قرقیزها امروز در روسیه نظر به تاجیکستان 10 برابر بالاتر است. نه پتن میسپرن نه چی. هزارها چیزهای بهتری وضعیت نشون میده. به خاطر چی از این چیزها؟ به خاطر که قرقیزها حاکمیتشون 5 سال پس یا 7 سال پس تغییر می‌دهد و اگر یک حاکمیتش از بین یعنی ظلم کرد، حاکمیت در کوتاه‌ترین فرصت از بین میبرن، حاکمیت دیگر هم میارن. نمونه مثالش جونی بیکوف است که جونی بیکوف وقتی که در انتخابات پارلمانی فساد جوری کرد، زمستان اومدن گرفتن بیرونش کردن، ایرا به قدرت آوردن. این نمونه های مثال حکومت مردمی است. یعنی اولا که یعنی کامل حکومت مردمی شدگی نیست از قرقیزستان. ما وقتی که میگیم حکومت مردمی به این معنی است که واقعا یک جامعه میتونه پیشرفت کنه. مثلا مثال نمونه دیگرش ازبکستان است. ازبکستان وقتی اسلام کریموف مرد ما دیدیم که در جاش شوکت میرانوویچ شوکت به قدرت آمد، این نفر تمام بزرگا رو آزاد گردون و مردم گفت که بیایید با حاکمیت کار کنید، من شما را علاقه دوران اسلام کریموف بیرون میبرم، شما دیگه حق داره در هر کجای لباساتون غذاتون نمیفهمم میوه‌جاتون در هر کجای میفروشید برای بفروشید. در دوران اسلام کریموف اجازه نبوده، چیست حق نداشتی به تاجیکستان. میدونم 100% میدونم. تو سال 2016 بین افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان گرانیسا پوری محکم بود. مسئله یک جاست که فقط حاکمیت باید اعتماد مردم به دست بیاره. اگر اعتماد مردم به حاکمیت بد اون زمان پیشرفت میکنه. این مسائلی که خودت بیان می‌داری اینا که افسانه است، دروغ است، اینا به این مسئله پیشرفت کردن نمیشه، چون رحمانوف علاقه در رسیدگی است که دیگه اعتماد مردم به رحمانوف نمیشه، اعتماد رحمانوف به مردم به رحمانوف جلب نمیشه. در سال 2004 و در سال 1999 مردم وعده برق داد، در سال 2005 مردم وعده برق داد، بعد 2007 بود، در انتخابات 2015 هم وعده برق داد، در 2009 انتخابات جدید هم 2021 وعده برق داد. آخه این چه وعده برق اخیرش به برقی، آخه مردم چگونه باور کنن به رحمان؟ چگونه وطن همشه همین همین شما یا برو بگین که همین درآمد عموما تاجیکستان کرامی همین میگرانت ها ای کجا از شما نمیره بگین چی سیفری بلش دوست گرامی او من میگم سوالات میگیرم
ما در تاجیکستان امروز چی صادرات میکنیم؟ صادرات تاجیکستان آلومین است. ما آلومین امروز صادر میکنیم. میلیارد نمیکنیم کو، تریلیارد نمیکنیم کو. ها فرق میکنیم یعنی میتونیم. مسئله دیگه ما برق صادر میکنیم. ما برق با تابستان برق خیلی زیاد با دیگه کشورها صادر میکنیم. مسئله سوم مسئله میوه‌جات است، فروخت است که از تاجیکستان خیلی زیاد میرود. مسئله چهارم مسئله سوخافروختی است، یعنی این چیزای میخریم از اینو خیلی زیاد میرود. پوست حاجی. بله کیلوش اینا چند حساب میکنیم؟ مقصد اون نیست. شما پرسیدید که ما چی میکنیم؟ ما چی صادر؟ ما وقتی که من برای تو صادرات میگم، تو این صادرات هست یا که نیست؟ اگر توانایی داده شود به مردم، این اجازه داده شود به مردم. من مثال عدید میگیرم. مثال میگیریم در تاجیکستان امروز فراهم بیاد. من سال 2013 وقتی تاجیکستان رفتم، یک از دوستای تاجیک ما در اونجا بخدم $10,000 بودم، مصرف نکردم تا برگردوندم به خودم و ناموسم. یک انسان دام پیشنهاد کرد که تو در همین $10,000 میتونی که 3 تا اپارات بیاری از خیتوی. این اپارات ها از لبلبو شکر میسازن. بیا در همین جمع زمین میخریم. همین اپارات ها از خیتوی ما میوریم. ما در همین جمع لبلبو میخریم و مردم همین قشلاق هم میگیم که شما لبلبو بخوری. ما شکر در تاجیکستان نمیرسه و حتی در کشورهای همسایه ما شکر نمیرسه. ما همین اپارات ها زیادتر میکنیم و از همین لبلبو ما شکر میسازیم و ما میتونیم همین هم به تاجیکستان بفروشیم و هم صادر کنیم. و این چیز بسیار مفاد فایده داره و ایده واقعا ایده خوب بود و برای وطن و کشورم فایده میرسون. گفتیم بهترین ایده و بهترین. ولی چه سبب شد که ما همین کارو نکردیم؟ یکی از مسئله فساد بسیار در جامعه زیاد بود که باعث میگشت مناطق مسئله دوم نبودن برق در جامعه. در ناحیه‌ای که من زندگی میکنم برق تامین نمیشه با تجارا و اداره هایی که کار میکنن. تو چگونه میتونی بچه‌ها وقتی که من از رشتم، ناحیه رشت شهر غرب رشت تامین نیستی، تو چگونه میتونی با همین کارو دست به من چرا پول ما بگذارم وقتی که من اعتماد ندارم برای من همین حکومت برق میتیه و این حکومت برای من میای همین کسایی که از من فساد میگیرن یا کاروپسی میگیرن اینا رو سر روشون میگیرن. یعنی همین کارو ما نکردیم. اگر مثال من سوهای شکر میتوانستم تجارت کاملا کلی تاجیکستان برای تامین کنم و است پل یعنی تجارت از همین رسد کلام کنیم بریم و ده ها سوهای دیگر است. سوهای شکر توقنه، سوهای مکرون است، سوهای گوناگونی دیگر است که میدونی. یک نمونه دیگه مثال عدی من مثال میگیرم. من زبان انگلیسی سطح عالی است. خب برای من اگر انگلیسی من میرم یک کالج میسازم که از فینه تو مثلا 4 ساله من یک کالج میسازم با شرط اینه که همین شاگردایی که من میسازم 5 سال بعد از ختم همین دانشگاه با من کار میکنن و من 50% معاش اینا رو میدیم و بپل اینا رو ما سواد میدیم. من اینا رو با زبان انگلیسی تامین میکنم و امروز در جهان تمامی مثلا تلفن های آمریکایی که صوتی سیریازی که کمپانی کلون هستن در جهان مردم تامین میکنن، اینها اپراتور نیاز دارن. اپراتوری که با معاشی کمتر در امریکا یک اپراتور $3,000 یا $5,000 معاش میگیره. من اون رو میگیرم که انگلیسی دون ما در اینجا دارم. تو بیا با من شرطنامه ببند، تو معاش در اینجا تو برای من $3,000 معاش ندی، برای من $500 معاش بدی در معاش، من اپراتور رو برای تو آماده میکنم، تمام کارو برای تو میکنم. من تیم خدمت آماده میکنم، از همون کالجی که تحصیل کردن کادر آماده کردم میسازم و در تاجیکستان میشینن و همون تلفن در امریکا معاش امریکا اومدن میگیرن. همین گونه در سوهای گوگل با مردم میآموزم. در هزارها این هندوستانی امروز در داخل هندوستان نشسته است، زبان انگلیسی ساز است، در گوگل کار میکنه. این مسئله است که خودت عقلت و شاید فهمیش توی درجه نرسیده است که میشه و کار کرد زمانی که با مردم داده. ما شما رو 100% فهمیدم. ما شما رو 100% فهمیدم. شما کدام اختصاص ختم کردگی نمیرگین؟ آخه چی فرق میکنه که اختصاصتون مقصد نه میرود. شما اقتصادچی نباشین یک ها ببینید. شما سوهای پلیس که تمام کردگی نباشین. شما کدام سوها را تمام کردگی؟ یعنی у каждого есть своя профессия. Да? Вот химик میره خیمیا درس میتیا. یه لحظه صبر کن. یا میدونم. با یک نمونه موضوع بات
سوال‌های دقیق و روشن برات آوردم که صادرات یک کشور چگونه شروع می‌شود. باز من در سوال کردی، من برای تو صادرات میگم که ما چی صادر میکنیم، چگونه میتونیم پیشرفت کنیم. تو میگردی من یعنی من تود میگم تو بد میگو، با میگردم بد میگم تو تود میگوی. تو من اصلا یا لحظه تو من فهمیده شد من با زبان ترکی حرف میزنم یا نمیزنم؟ تو من فهمیدی یا نمیفهمی؟ یا با زبان قشقی بگم؟ من میشم صاحب با زبان ترکی حرف فهمیدم شورا. همون زبان غربی متابع کوچکی بفهمونم من. همین من اوزی با ترکی گام میزنم یا با زبان دیگه؟ با زبانی چیز وطنم همشهرم فهمیدی نوجی؟ نه اگه با زبانی ترکی گام میزنم. خب با زبان قشقی گام. اجرم تگردم موجی بیو. علاج برادر الماس مو که عشق قلب اخی همین مسئله عشق قلب وزمو همین مسئله را که وزمو برای در مسئله تو وزی منظور هر سنه با یعنی که هر سنه نکش فهمیدم راست رفتی وقتی که به یک طرف کشور میبریم تاجیکستان یک چیز به یک کشور دیگه پیشنهاد میکنه ما چگونه میتونیم پیشنهاد بکنیم ما مثلا میتونیم موزیم از سوهای اپراتورهای تلفنی از سوهای مثلا اقتصاد ما میتونیم شکر بسازیم ده ها چیزای دیگه که در داخل تاجیکستان امکان داره این چیز ما میتونیم کارو رو بکنیم همین چیز ما میتونیم تامین کنیم یا کمی لوازمات خانگی امروز هزارها ماشین ها و تکنولوژی جدید از چین اومده است که میره میخره میوری در داخل تاجیکستان میسازی همینا رو میره تامین میکنه همینا رو از چین ازبکستان از چین میره میوره و ما رو میتونیم کارا بکنیم و همین صادر بکنیم حالا اگر همین کارا ما نمیتونیم بکنیم داخل وطن ما این مشکل دموز یا مشکل ده حاکمیتی است که ایرا برای ما فراهم نمیکنه مشکل در هر یکی انسان های است ببینید بیزنسمن یا مینوت اوجی یا مینوت اوجی همین کسی که اقتصادیات یا مینوت نه سکندش که اوجی یا مینوت گپ زدن تمام برادر نه یا لحظه برادر این بیای گپ خودی من میتیم امروزش گفتم که با زبان قشلاقی هم بازم نمیفهمی مردم هیچ وقت درس و گناهگار بودن میتونن در ساحه‌ای که در آخر یک مینوت زحمتی یک حالت دمو میتونیم به مردم گناهگار کنیم در حالتی که حکومت برای تو امکانیت فراهم میکنه تام کارا نمیکنه این زمان تو گناهگاری وقتی که تو میره من رفتم برای خدمت مثال دوردیم من رفتم به غرم من میخواستم این کارا بکنم ولی این برق نبود ایسه فساد زیاد کروپسی ما چیکار بکنم کارا امکان نداره این جماعت گناهگار هستن ما چیکار کنم برام نمیفهمم او اپراتور او چیزای زیاد میخوره با یک چیز دیزلی نمیشه تو برای بیاری برق بدی کار بکنه این امکان نداره چیز باید برق دولتی باشه که اون چی با قوت طلب میکنه که ما بتونیم این کار انجام بدیم ما چگونه این کارو بکنیم یا من گناهگار کرده دیگه نمیشه اینجا حکومت است که برق تامین نمیکنه من نمیتونم برام سیمی برق نمیفهمم کجا بکشم بیارم یا گس روغن مستقیما به غرب برام گس برق بکشم بیارم دیگه این کار نداره یا گناهگار کرده من گناهگار کرده نمیتونه دیگه اینجا گناهگار فقط حکومت است دیگه چقدر من گناهگار این کار نداره نباشم چند دایم اکی مینوت میشه ما این دفعه در یکون چیگاه ما بزنم میگه کنی همه بیزنسمن همه کاری بیزنسمن هوایی که باید چی نمود پریپیاس به پیش داشته باشه چی نمود دشواری‌هایی که پیش داره برویا هوایی باید ریشات کنه همین جان راکفلر چیکار کرد وست وقتی که تمام کراسین ها شاید تمام بگیم چیو شاید میگیری کتی قطارا بود جفت قطارا را نقشه بالا برداشتن کنکورنتاش با این دیگر هم فکر کرد پا نگیرید توربه های ودپرواز ساز کرد چه توربه ها وقتی که با دیگر دولت ها چه توربه ها همون کراسین و همون چیزاش مازوتاش پولش کرد و یا پول خمید چی میگن همون شرکت ها پول خمیدو نرخشون نرخی کراسین و همون پول خمیدو عبر همون شرکت هایی که کدی کنکورنت میشینن هوا را خرید همین ما میگم ما اینه قدر میگم که کسی کی میخواد در لوگو جا اقتصاد از سوهای سیاست فرق میکنه تو من میگم که وقتی که برای فراهم اقتصاد وقتی که حکومت برای تو همین اقتصاد بچه وقتی حکومت برای تو ممانعت ایجاد میکنه اینجا دیگه کنکورنسیا نیست ممانعت از کنکورنسیا فرق میکنه تو میره تو میره در یک کشوری که آب نداره تو برق آبی ساختن بتونی آخه مغز تو سرمایه
میتونی نمیشه واقعا در یک جای برات برق نداره برق نمیتونه تو میره همون شرکت زده میتونی تو میگو که نه تو توجیر باید بکنی تو گناه در گردن ما زده نمیتونی اخی هیچ گناه حکومت است حکومت باید برق پدن نواتر بتیه تو برق تامین کرده این با سیاست با کنکورنس ربط نداره همین چیز این چیزی دولت است دولت باید برق تامین کنه تجارت از سوهاش دولت تامین میکنه که یعنی توجیر میره و سرمایه‌اش هم میگذاره تو در جایی که سرمایه تا میره میگذاری که میتوانی در کار بکنی یعنی امکانیت وجود داره که میتونی تو پولدار شی اون که کنکورنس یک کنکورنس رقابت ترا پر قوت میکنه نه اینکه ترا ضعیف میکنه اما وقتی که برق نیست امکانیت نیست این از بین میبره تجارت وقتی تو میدونی که در همجا آب نیست برق نمیره بسازی برق آبی امکان نداره وقتی میدونی در همجا برق نیست کار میکنی که با برق تعلق داره نمیشه واقعی هیچ دروغ از واقعی هیچ جا دیگه در حکومت کدوم کردن دیگه آقا زیراغون کدام سال بود؟ سال 2016 کدام شب ده؟ بگذار سال 2010 تا چیش کنن این چی رب داره؟ 2010 اکسیه ها را جنوب مجبور کرد که اکسیه ها را وطندارا بخرید همشهرها بخرید کسایی که خود اکسیه های راغون گرفتگیان خریدگیان همون سال اینوستیت کردن و میگم هزار رحمت ببینید سال 2019 سال 2019 ازبکستان در نمو گشت راغون بنی افیتسالنی دانیا ما که نمیدونم نی افیتسالنی دانیا در همجا بمبارون کرد این گپ دروغه همه راغون زیاد خودم میسپرم چون دوای حاجی برای تو سلامت باشید زنده و سلامت باشید دوستان گرامی بسیار با این برادر زیاد بحث کردیم و بحثمون طولانی رفت و همین خاطر دیگر وقتی شما را زیادی نمیگیرم دوستان البته بحثا گوناگون است بسیار خوشحالیم که بچه‌ها میدونن صحبت میکنن ولی کم یک تفکرتون بالاتر ببرید تا بتونیم در همون سطح بالاتر صحبت کنیم مهم نیست که حالا من میدونم گاهی با زبان کوچکی صحبت میکنم حرف میزنیم هیچ حرفی نیست ان شاء الله فکرها یوری میتیات ما یکدیگر را کمک میکنیم ولی به هر حال ما باید در مسئله حاکمیت جدی‌تر باشیم چون حاکمیت باید برای تاجیکستانیان فراهم بسازه امکانیات را امکانیت فراهم بود همه ساحه پیشرفت می‌کند امکانیت وجود نداشت هیچ ساحه پیشرفت نمی‌کند همونطوری که گفتم اگر در یک کشور آب نباشد تو نمیری برق آبی بسازی امکان ندارد به خاطر که آب نیست برای تو برق داده نمی‌شود و همین گونه در کشوری که برات امکانیتی ساحه سرمایه گذاری را نمیدهند تو سرمایه گذاشتن نمیتونی در اونجا به خاطر که سرمایه از بین میرود وقتی که باوری نیست سرمایه از بین میرود عمر قوت از بین رفت سرمایه سید از بین رفت سرمایه اون زپرافچ که امید 88 از بین رفت سرمایه دهات توجیری دیگر در تاجیکستان از بین رفت این مسئله مهمی جامعه تاجیکستان است که تاجیکستان و تاجیکستانیان درک میکنن که اعتماد باوری در جای اول میستد و اگر بر حکومت اعتماد نکرد نه خارجی و نه داخلیش کس سرمایه‌اش در تاجیکستان نمیگذرد و به همین اساس تاجیکستان پیشرفت نمیکند همه شما رو به پروردگار میسپارم پروردگار تا هفته دیگر شما را در حفظ امانش نگهبان باشد و ما را با سلامتی کامل نگه بدارد که بعداً در حضور شما خوبان قرار بگیریم و یک برنامه جالب دیگری داشته باشیم در پیشکش شما خودم اسپارم وقتتون طولانی نمیگیرم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته